بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی را شکرگزارم که بار دیگر به ما این توفیق رو داد که در برنامه حجت بی حجت در خدمت شما سروران گرامی باشیم و بپردازیم به ادامه بحثمون در کتاب حجت در کافی، یکی از صحیح ترین کتاب های شیعیان اثناعشری، کتابی که در کتاب حجتش میخواد ثابت بکنه که امامان 12گانه‌ای که شیعیان به آنها اعتقاد دارند حجت های الهی هستند که از طرف الله سبحانه و تعالی طبق نصوص صریح قرآن کریم و فرمایشات پیامبر بزرگوار اسلام به امامت برگزیده شدند. این ادعای شیعیان اثناعشری است. البته این ادعا رو علمای اونها و استوانه های دینی اونها در کتاب های معتبرشون مانند کافی و بهارالانوار و غیره کردند. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با حضور حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان، استاد محترم علوم اسلامی، تا ادامه بحث رو در خدمت ایشون باشیم و ببینیم که آیا واقعا این امامان 12گانه‌ای که ادعا می‌کنند حجت‌های الهی هستند و با نصوص صریح قرآن و سنت به عنوان امام برگزیده شدن واقعیت داره و این روایت‌هایی که اومده درست است یا نه. حضرت مولانا، به برنامه خودتون خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. من قبل از هر چیزی از ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای انصاری و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همان گونه که مستحضر هستید دوستان و عزیزانی که این سری مباحث را و این برنامه را دنبال می کنند، ما در جلسات گذشته مطالبی را پیرامون علی رضی الله تعالی عنه و سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه بیان کردیم، هم در باب مولدشون و هم در باب امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. بحث امامت علی رضی الله تعالی عنه را باب الاشاره و النص بر امیرالمؤمنین را که اولین باب در زمینه بابهای اشاره و نص هست، اینو ما بررسی کردیم در چند جلسه قبل که اینو ما برای بینندگان عزیز کاملا بیان کردیم که از 9 روایتی که آقای کلینی در این کتاب خودش جمع کرده بود مبنی بر اثبات اشاره یا نص بر خلافت و جانشینی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، حتی یک روایت صحیح در میان این روایات نبود. روایت اول و دوم این باب مجهول بودند و روایت سومش گفته بود ضعیفون علی المشهور، روایت چهارمش مجهول بود، روایت پنجم و ششمشون موثق بودند یا چهارم رو گفته بود که حسن، پنجم رو حسن و موثق، و روایت هفتم را گفته بود مجهول و هشتم و نهم را هم گفته بود که ضعیف هستند. مجموع روایاتی که در باب اثبات امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه آورده بود. پس بنابراین در کتاب اصول کافی و در باب اشاره و نص بر امیرالمؤمنین رضی الله تعالی عنه آقای کلینی نتوانسته که حتی یک روایت صحیح السند را مطرح بکنه و برای شیعیان و برای کسانی که ازش خواسته بودند تا این کتاب رو تألیف بکنه حتی یک روایت صحیح رو نتونسته معرفی بکنه. یا این بدین معنی هست که واقعا روایات صحیحی وجود نداشته، بهترین روایاتشون این بوده که مطرح کرده آقای کلینی، یا این که واقعا آقای کلینی علمی نداشته بر روایت صحیح و شناختی از روایت صحیح رو نداشته. و بعد از این میرسیم به باب اشاره و نص بر حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه که در جلسه گذشته ما در مورد مولد حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه مطالب رو خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم و توهین‌هایی که در کتاب‌ها و مراجع شیعه نسبت به این امام بزرگوار و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع آمده بود. خدمت بینندگان یک گوشی از این توهین‌ها و اهانت و هتک حرمت رو بیان کردیم و در
جلسه امروز انشاءالله میپردازیم به بررسی باب الاشاره و النص علی الحسن ابن علی علیهم السلام. بله، جزاکم الله خیر. بله بینندگان عزیز و گرامی، در برنامه امروز انشاءالله میپردازیم به باب الاشاره و النص علی حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما. با ما همراه باشید، میان برنامه کوتاه میبینیم و دوباره برمیگردیم خدمت حضرت مولانا تا ببینیم که در این باب آقای کلینی چه دسته‌گلایی به آب داده. با ما همراه باشید. السابقون الأولون من المهاجرين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. آیا الله برای بنده اش کافی و کارساز نیست و آنان تو را از غیر الله می ترسانند و هر کس که الله گمراهش کند هیچ هدایتگری ندارد. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنانند. با سلامی مجدد خدمت بینندگان عزیز و گرامی در برنامه حجت بی حجت و باب الاشاره و النص علی حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما در کتاب اصول کافی با شما عزیزان هستیم. جناب مولانا.
من عرض کردم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند که باب اشاره و نصب بر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را قبلا مورد بررسی قرار دادیم که بنابر اعتراف خود آقای مجلسی حتی یک روایت صحیح در این باب نبود و نبودن روایات صحیح که باید مبنای دین ما باشند، مبنای عقیده ما باشند، نبودن روایات صحیح این واقعا یک چالش بسیار بزرگی هست برای شیعه و خصوصا در باب مهمترین اصل از اصول مذهب شیعه که معمولا اصولی که برتر هستند، بیشتر هستند و مهمتر هستند، ارزش بیشتری رو دارند. در قرآن کریم ما می‌بینیم که آیات بیشتری در مورد آنها در قرآن کریم ذکر شده. اصولی مانند ایمان به الله، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتاب‌های آسمانی و ایمان به روز قیامت و تمام مواردی که جزء اصول اعتقادات هستند، مواردی دلیل‌های بسیار قوی در کتاب و سنت و بسیار صریح و شفاف ما داریم. اما در باب امامت آقای کلینی با زحمات 20 ساله خودشون نتونست که حتی یک روایت صحیح رو در این باب در واقع جمع‌آوری بکنن. درست. و این دلیل بر عدم امامتی هست که شیعه معتقد هست. امامت از دیدگاه شیعه و قرائتی که شیعه در این مورد دارند. و در مورد اشاره و نصب بر حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه، وقتی که اساساً امامت خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که نخستین خشت امامت هست و مبنا و زیربنا هست، اگر امامت اون ثابت نشود و اساساً نیازی نیست که به بقیه ائمه ما بپردازیم بحث بکنیم که آیا به امامت رسیدند یا نرسیدند. وقتی که خود سیدنا علی که ابوالائمه هست و نخستین امام هست و از اونجا آغاز امامت هست، وقتی که در کتاب اصول کافی حتی یک روایت صحیح در باب اشاره و نصب بر امیرالمومنین نیاورده، پس بنابراین نیازی نباید باشه که ما بقیه کتابها را و ابواب را در واقع بررسی بکنیم. اما باز هم به خاطر اینکه ما این وعده را دادیم به بینندگان عزیز که این کتاب رو بررسی بکنیم و این ابواب رو تحلیل بکنیم، الزاما ما این مسائل رو خدمت بینندگان عزیز انشاءالله بازگو خواهیم کرد. قبل از اینکه بپردازیم به بحث امامت سیدنا حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما، یک موردی که در کتاب‌های شیعه و سنی فراوان نقل شده زندگی ائمه هست. زندگی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و زندگی نامه و بیوگرافی امام حسن یا حسین یا بقیه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. قطع نظر از اون قداستی که شیعه برای ائمه خودشون قائل هست و اون مقام الهی و منصب الهی را که برایشون قائل هست، حتی اگر در کتابهایی که خود شیعه نوشتن، در کلام خود ائمه بزرگوار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که واقعا در ایمان خودشون، در تقوای خودشون امام بودن، اگر ما در زندگانیشون تدبر بکنیم، یک کتابی از زندگی نامه اونها بگیریم و مطالعه بکنیم، قطعا اگر ما پیش داوری نداشته باشیم به این نتیجه خواهیم رسید که این افراد امام معصوم نبودند و منسوب من جانب الله تعالی نبودند. من در یک ساعتی که این کتاب‌ها رو در دفتر کارم مطالعه می‌کردم، چندین مورد رو، 10 مورد رو من تونستم پیدا بکنم از این که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از آینده فرزندانش خبر نداشته، بدین معنی که نمیدانسته که این فرزندانش زنده میمانند بعد از ایشون یا زنده نمیمانند و در بسیاری از موارد سعی میکرده که مرگ را و موت را از فرزندان خودش دور نگه داره و این دلیل بر عدم نسل هست. نسلی وجود نداره و اینکه چندین مورد را به اندازه‌ای که در این برنامه فرصت باشه من به عنوان مقدمه چند مورد را ذکر میکنم. اما قبل از این یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که در جریان هجرت هنوز مسلمان نشده بود، در زمانی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و همراه یار غارش هجرت کردند که در واقع به مدینه منوره بروند، در مسیر راه یکی از افراد و قبایلی که در مسیر راه بودند در پی ایشان برآمدند و به وسوسه شدند که اون جایزه ای را که قریش برای سر رسول الله ابوبکر تعیین کردند کسب بکنند و این صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم که بعدها مسلمان شد در پی رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رفتند و
وقتی که به رسول الله و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسیدند، یک معجزه پیش اومد و اتفاق افتاد که پاهای اسب این بنده خدا در زمین فرو رفت و نهایتا این فرد از سر اسب خودش بر زمین افتاد. تا چند مرحله میخواست تکرار بکند، برود پیش رسول الله و ایشون رو دستگیر بکند، اما پاهای اسبش در زمین فرو میرفت و نهایتا نتوانست که به رسول الله صلی الله علیه وسلم گزندی برساند. در اونجا رسول الله صلی الله علیه وسلم به ایشان یک مژده را دادند. گفتم کیف بک لو تصورت بسوار کسرا، چه حالتی را هایی داشت زمانی که علنگوهای کسرا و شاه ایران در دستت باشند. در واقع بهش مژده داده بود که در یک زمانی علنگوهای کسرا در دست تو خواهد بود. این صحابی در زمانی مریض شد، بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شد، در بستر مرگ افتاد و زن و فرزندانش اومدند پیرامونش بر بالینش گریه میکردند که الان میخواد از دنیا برود. گفت نه خیر، من الان نمیمیرم. گفت چرا نمیمیری؟ الان علامات مرگ اومده و تو در محضر و در بستر مرگ افتادی. گفت نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم به من یک وعده داده، به من گفته بودند که یک روزی علنگوهای کسرا و پادشاه ایران در دست تو خواهد بود. هنوز اون وعده تحقق نیافته، من امکان نداره که من بمیرم. ایمان داشتند به وعده‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع به ایشان داده بود. الان همین وعده رو بیاریم تطبیق بکنیم بر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. اگر واقعا رسول الله صلی الله علیه و سلم یا اینکه الله متعال این منصب را داده بود به سیدنا حسن و بعد از ایشون به حسین و بعد از ایشون به زین العابدین و بقیه فرزندانش، آیا حضرت علی رضی الله تعالی عنه از مرگ فرزندانش حسن و حسین قبل از خودش میترسید؟ اگر واقعا ایمانی داشت به این منصب الهی که بعد از ایشون به فرزندانش میرسید، پس بنابراین به هیچ عنوان لحظه هم شک نمیکرد که فرزندان من قبل از من نخواهند مرد. اما در روایات متعددی، در اقوال و گفتارهای متعددی، در وصیت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه فراوان ما اینو میبینیم که ایشون مطمئن نبودند که حسن و حسین بعد از ایشون زنده میمانند یا زنده نمیمانند. چندین مورد رو من خدمت بینندگان عزیز در اینجا مطرح میکنم. در بهترین کتابشون که قبلا این کتاب را در واقع قرین قرآن قرار میدادند، کتاب نهج البلاغه رو برایش ارزشی قائل شدند. امروزه کم کم متوجه شدند که این کتاب چندان به نفعشون هم نیست و یک سری تشکیکاتی رو در این کتاب خودشون دارن ایجاد میکنند. به هر صورت جایگاه این کتاب نهج البلاغه، اقوال سیدنا علی رضی الله تعالی نزد عموم شیعه در واقع قابل انکار نیست. در این کتاب در خطبه و در کلام 207 دوستان اگر این دوربین رو فعال بکنن، اقوال متعددی هست از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که گویا این مطلب هست که ایشون در واقع از آینده فرزندانشون مطمئن نبودند که بعد از ایشون زنده میمانند. و قال علیه السلام فی بعض ایام صفین، در برخی از روزهایی که در جنگ جرین در صفین در جریان بود، و قد رأى الحسن علیه السلام یتسرع الی الحرب، دید که حسن شتابان به طرف جنگ می رود، به میدان کارزار و معرکه می رود و بعد از این که این حالت رو دید که فرزندش دارد به میدان جنگ می رود، این گفتار رو در واقع فرمودند: املکوا عنی هذا الغلام لا یهدنی. این غلام، این من ترجمهش از خود کتاب میخونم، ترجمه آقای شهیدی هست. املکوا عنی هذا الغلام لا یهدنی فإنني أنفس بهذين، يعني الحسن والحسين عليهما السلام، على الموت لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله صلی الله علیه و آله. این کلام و گفتار خود سیدنا علی هست. اما در مورد ترجمه‌ای که آقای شهیدی ترجمه کرده، میگه در یکی از روزهای صفین چون امام حسن علیه السلام را دید که آهنگ جنگ کرده است، میخواد برود به میدان جنگ و کارزار، اینو فرمودند که این جوان را نگه دارید، این جوان را نگه دارید، جلوگیری بکنید از ایشون و به آمدن با منش مگذارید، اجازه ندید که با من بیاد در میدان معرکه تا قصد جنگ نکند و پشت مرا نشکند. دریغم آید که این دو را مرگ در رسد و با کشته شدن آنان دودمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم به سر رسد. در این کلام به صورت شفافی حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیم و هراس خودشون از این ابراز داشته که مبادا فرزندان من کشته بشوند، حسن و حسین، و نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم منقرض نشوند. سوال اینجا هست: آیا مگر علی مطمئن نبود، نمیدانست که حسن و حسین بعد از ایشون زنده خواهند ماند و به امامت و خلافت میرسند؟
و در همین کتاب در جای دیگر در وصیتی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه داشته، این کتابی که من در اختیار دارم با ترجمه آقای شهیدی صفحه 285 هست و وصیت 24 هست که در ضمن کتاب ها هست. کتاب قبل از آن کتاب 23 هست و 24 این وصیتی هست که از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بیان شده. یعنی نامه‌ای که نوشتن. بله. این جزء وصیتش نامه ها بودند و این وصیت هست. من وصیت له علیه السلام، وصیتی که ایشان داشتن به ما یعمل فی امواله کتبها بعد منصرفه من صفین، بعد از اینکه از جنگ صفین برگشتند این وصیت رو ایشون در واقع نوشتن و این وصیت این است که و انه یقوم بذلك الحسن، قبل از آن میگوید که هذا ما امر به عبدالله، این چیزی هست که عبدالله علی ابن ابی طالب در مال خودش این وصیت رو کرده ابتغاء وجه الله، به خاطر رضای الله متعال. بعد از این میگه این و انه یقوم بذلك الحسن ابن علی، که کسی که مسئول هست و جانشین من هست در این اموال من حسن ابن علی هست. در این وصیت من و در اموال من کسی که اینو به عهده داره سرپرستی بکند حسن ابن علی هست. یأکل منه بالمعروف و ینفق فی المعروف، به صورت شایسته و متعادل هم بخورد و هم نفقه بکند در راه الله متعال. فإن حدث بحسن حدث، اگر برای حسین به حسن یک اتفاقی افتاد، براش افتاد و حسین حی، زمانی که حسن مرد اگر حسین زنده بود، قام بالامر بعده، بعد از حسین می شود جانشین من در این اموالی که هست و اصدره مصدره، و حسین می شود جانشین حضرت حسن رضی الله تعالی عنه. در اینجا این گونه ترجمه کرده که اگر برای حسن حادثه ای پدید آید و حسین زنده باشد، این حادثه ای پدید آید یعنی اینکه از دنیا برود و بمیرد و حسین زنده باشد، او پرداختن بدین کار را شاید، یعنی اون مناسب این کار هست. این در کتاب نهج البلاغه است و چندین مورد دیگر از این سخنان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه وجود داره. و کتاب دیگر فروع کافی هست که در این زمینه وصیت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه را مطرح کرده و در نقل کرده. دوستان این نمایش بدن، کتاب فروع کافی هست با همراه با روزه کافی، جلد 6 تا جلد 8 این کتاب هست. در یک بابی رو داره با عنوان باب صدقات النبی و فاطمه و الائمه و وصایاهم. این باب 1526 این کتاب هست و این روایت 10429 در اینجا هست. در این باب یک روایتی رو دارد از سیدنا علی رضی الله عنه درباره وصیتی که ایشان داشتن. وصیتش این هست که بعد اینکه وصیت طولانی میکنه در مورد اموال خودش، همین مطلب رو که در اونجا در نهج البلاغه آمده بود، و این حدث بحسن حدث و حسین حی فانه الی الحسین ابن علی، اگر اتفاقی برای حسن افتاد و حسین زنده بود، پس این مسئولیت میرسد به حسین ابن علی. و بعد از این در صفحه بعدش میگه که و این حدث به حسن و حسین حدث، اگر اتفاقی برای حسن و حسین هر دوتاشون افتاد، و این حدث به حسن و حسین حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علی، اگر هر دوتاشون فوت کردن، اون کسی که آخر میمیرد، نگاه بکنید حسن و حسین چه کسی آخر مرد و در مرحله دوم در واقع قرار گرفت، بعدا زنده بود، اون بعد نگاه بکند فإن الآخر منهما ينظر في بني علی، نگاه بکند در فرزندان سیدنا علی رضی الله تعالی، فإن وجد فيهم من يرضى بهداه و اسلامه و امانته، اگر در میان فرزندان علی کسی بود که هدایتش، ایمانش، امانتش مورد رضایت بود و پسندیده بود، فإنه يجعله الیه، این منصب را و وصایت اموال ما رو به اون و این وصیت ها و این باغ ها و اموال ما رو به اون بسپارید. در اینجا صراحتا سیدنا علی میگه این حدث به حسن و حسین حدث، اگر برای حسن و حسین اتفاق افتاد، بعد از این نگاه بکنید در فرزندان علی آیا کسی هست که این شایستگی رو داره، اصلا مسلمان وجود داره، یرضا به هداه و اسلامه و امانته، آیا چنین کسی پیدا می شود یا نمی شود؟ در این مورد صراحتا این برداشت می شود که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نمیدونستند که حسن قبلا می میرد یا حسین قبلا می میرد، آیا بعد از حسن و حسین از درمیان فرزندان ایشان کسی لیاقت این منصب جایگاه مدیریت و اداره اموال ایشان رو دارد یا خیر. در مورد دیگر در کتاب بحار الانوار هست و جلد 33 این
بحار الانوار و جلد 32 این کتاب. مطلب دیگر تمام اینها متفاوت هست، یعنی در چندین جریان و در چندین مورد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این نگرانی خودشون رو ابراز کردن. یعنی اصلا سیدنا علی به این 12 کانالی که درست کردن شیعیان به عنوان امامت اصلا به این اعتقاد نداشت. اگر اعتقاد می داشت خب میگفت که یک تابلوی من گذاشتم تو خونه پیش مثلا زن و بچم، شما برید تو این تابلو اسمای اینا به ترتیب نوشته شده. اون قضیه لوح جابر که حدیثش رو بررسی کردیم در قسمت‌های اول این برنامه. این واقعیتی هست که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به این امامت 12 ایمانی رو نداشته و اگر ایمانی داشت به هیچ عنوان نمی ترسیدند که حسن قبل از ایشون فوت بکند یا حسین فوت بکند. اینو با تردید بگن اگر حسن مرد و حسین زنده بود فلان کار را بکنید، اگر هر دوتا مردن نگاه بکنید در فرزندان من کسی هست که هدایتش، ایمانش، امانتش قابل رضایت باشه، این منصب را به اون واگذارید. اینها تمام دلایل بر این هست که خود سیدنا علی به امامت حسن ابن علی اون گونه که امروزه شیعه معتقد هست چون این اعتقادی رو در واقع نداشته. علم غیب رو نفی میکنه قضیه علم غیب رو و عملا خودش هم میگه من نمیدانم. علم غیب به صورت کلی یک بحث گسترده هست. علم غیب که هیچی، حداقل این علم را که شیعه معتقد هستند که اینها نوشته شده بود این 12 امام یکی بعد از دیگری میان چندین روایت رو در این زمینه آوردند و از روایات 12 را که نص هر یک امامی بر امام دیگر هست و رسول الله هر 12 امام رو نام برده. این مواردی که من عرض میکنم تضاد دارد با این عقیده شیعه و با این امامت 12. در این کتاب، در کتاب بحار الانوار جلد 23 هست و صفحه 520 و 552 دوستان این نمایش بدن. در اینجا یک مطلبی رو می آورد. کسانی اومدن پیش سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و اعتراض کردند و اما قولهم لو انه کان مضى بمن اطاعه، یک از اعتراضاتشون این بود که اگر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه حداقل با همین افرادی که با ایشون هستند، همین افرادی که باقی موندن، اگر با همین افراد میرفت حمله میکرد بر لشکر معاویه کار رو یکسره کرده بود، برای همیشه در واقع پیروز بود. و اما قولهم لو انه کان مضى بمن اطاعه اذ عصاه من عصاه، زمانی که لشکرشون متفرق شد فقاتل حتی یظفر او یهلك اذا کان ذلك هو الحزب. این در واقع تدبیری بود و عاقلانه تر این بود که این کار را انجام بدهد. ایشون این فرمودن فوالله ما غبی عنی ذلك الرأی، به خدا قسم این نظر شما بر من پوشیده نبود، من میتونستم با افراد باقی مانده خودم حمله بکنم و پیروز بشم. و این کنت لسخی بنفسی عن الدنیا، و ترسی از مرگ خودم هم نداشتم، دنیا برای من ارزشی نداشت. طیب النفس بالموت، راضی بودم به مرگ خودم. و لقد هممت بالاقدام، من تصمیم گرفتم که اقدام بکنم، حمله بکنم بر روی دشمن. فنظرت الی هذین، نگاهم افتاد به این دوتا، به فرزندانم نگاه کردم. قد استقدمانی، این دوتا پیشا پیش من حرکت میکردن. فعلمت ان هذین ان هلکا انقطع نسب محمد، من به این نتیجه رسیدم که اگر این دوتا هلاک بشوند یا از دنیا بروند نسب رسول الله صلی الله علیه وسلم قطع می شود من هذه الامه. فکرهت ذلك، من از این رو ناپسند دونستم. مگر علی رضی الله تعالی عنه نمیدونست که نسب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا 12 امام همچنین ادامه خواهد داشت تا قیام قیامت، آخرینشون مهدی هست؟ به چه دلیل سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میفرماید که من میترسیدم اگر این دوتا به شهادت برسند یا بمیرند نسب رسول الله صلی الله علیه وسلم از بین میرود؟ این هلکا، من از این ترسیدم. فعلمت ان هذین ان هلکا انقطع نسب محمد صلی الله علیه وسلم من هذه الامه فکرهت ذلك، من به خاطر اینکه نمیخواستم نسل رسول الله منقرض بشه من اقدام نکردم علیه معاویه. و اشفقت علی هذین ان یهلکا، من دلم نیامد که این دوتا هلاک بشوند و بمیرند. ولو علمت ان لولا مکانی لم یستقدما، یعنی بذلک ابنه الحسن و الحسین، و من میدونم که اگر واقعا من در جلوی لشکر نبودم اینها پیشا پیش من حرکت نمی کردن. وقتی که من برم جلو این دوتا کنار من هستم و میترسم اینها از در واقع به شهادت برسند و رسول الله صلی الله علیه و نسلشون منقرض بشه. و منظورش حسن و حسین بود. و ایم الله لئن لقیتم بعد یومی لالقینهم، ادامه اگر بعد از این من دوچاری بشم با اینها من اقدام میکنم علیه اونها. این یک مطلب. در همین کتاب
و در جلد 32 صفحه 562 مطلب دیگر رو این از نهج البلاغه ذکر کرده و من کلامی که قبلا اشاره کردم و من کلام الله فی بعض ایام صفین قدر الحسن یتسرع الی الحرب املك عنی هذا الغلام لا یهدنی فانی انفس بهذین یعنی الحسن والحسین علی الموت. من نمیخوام این دوتا بمیرند لئلا ینقطع بهما نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینها رو جلوشون بگیر تا اینکه از دنیا نروند و نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم هلاک نشود و منقرض نشود. و در کتاب دیگر و جلد دیگر بحار الانوار جلد 38 این کتاب هست و صفحه 182 هست، یک مطلب دیگر رو داره. در جای دیگر میگه فوالله ما منعنی ان امضی علی بصیرتی، به خدا قسم منو هیچ چیزی منع نکرد که بر بصیرت خودم عمل بکنم و بر رأی و نظر خودم من عمل بکنم و این نظر خودم را پیاده بکنم الا مخافت ان یقتل هذان، مگر از این که میترسیدم این دو نفر کشته بشوند. و اومع بیده الی الحسن والحسین فینقطع نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم و ذریته من امته، میترسیدم که نسل رسول الله و ذریه‌اش از این امت در واقع منقرض بشود. و مخافت ان یقتل هذا و هذا، و بیم این رو داشتم که این و این دو نفر کشته بشوند و اشاره کرد به عبدالله ابن جعفر و محمد ابن حنفیه. و در جلد دیگر موارد زیادی هست و طولانی شد یا خیر، و در جلد دیگر این یک دو مورد رو عرض میکنم و این باب را میبندیم. در جلد دیگر بحار الانوار در جلد 42 این کتاب در صفحه 99 مطلبی رو دارد ثم حمل و حمل الناس خلفه فتحن عسكر البصره، در جنگ بصره هست. قیل لمحمد، به محمد گفتن، محمد فرزند علی، محمد ابن حنفیه رضی الله تعالی عنهم، لما یغرر بک ابوک فی الحرب ولا یغرر بالحسن والحسین، میگه چرا پدرت تو رو در خطر میاندازد اما حسن و حسین رو در خطر نمیاندازد؟ با جان تو بازی میکند اما با جان حسن و حسین بازی نمیکند. فقال انهما عیناه و انا یمینه، حسن و حسین چشماش هستند و من دست راستش هستم. فهو یدفع عن عینیه بیمینه، با دست خودش چشماش رو حفاظت میکنه. کان این توضیح میداد که کان علی علیه السلام یقذف بمحمد فی محالک الحرب، سیدنا علی رضی الله تعالی محمد ابن حنفی رو در محالک میانداخت، در جنگ وقتی که جنگ در واقع شعله ور بود ایشون رو در محلکه میانداخت. و یکف حسنا و حسینا عنها، اما حسن و حسین رو نگه میداشت، جلوی اونها رو میگرفت. و من کلامی فی یوم صفین املک عنی هذین الفتیین، این دو تا جوان رو از نگه دارید که من میترسم که نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم منقرض نشود. اضافه بر این در همین جلد بازم در جلد 42 صفحه 106 مطلب دیگر رو بازم و با همین عنوان آورده و این اشاره میکند، جریان طولانی هست، تعریف میکند که در این جنگ علی رضی الله تعالی عنه میفرستاد محمد ابن حنفیه رو که این طرف حمله کن، میمنه میسره در قلب دشمن برو حمله بکن، و ایشون با اینکه خیلی زخمی شده بودن هی میرفتن حمله میکردن، تشنیع میشدن، دوباره برمیگشتن پیش سیدنا علی، مقداری آب بهش میداد، گفت اون طرف لشکر حمله بکن یک نفر. و از ایشون سوال کردند و خودشون اومد و سوال کرد که و گفت که وقد عرضتنی للموت 3 مرات، محمد ابن حنفیه به پدرش سیدنا علی گفت که 3 مرتبه ما رو در معرض مرگ قرار دادی، فسلمنی الله، اما الله متعال ما رو سالم نگه داشت و مرگ نصیبم نبود. و ها انا مجروح کما ترى، من الان میبینی مجروح شدم، زخمی هستم. و کل ما رجعت الیک لتمهلنی عن الحرب ساعه ما امهلتنی، من برمیگردم که یک لحظه به من فرصت بدی اما تو فرصت نمیدی، از این حمله برمیگردم، وقتی پیش تو میام میگه که طرف دیگر برو حمله بکن. و هذان اخوای، این دو نفرم برادر منن، الحسن و الحسین، ما تأمرهما بشیء من الحرب، چرا به اونها دستور نمیدی که یک گوشه بروند و بجنگن در این جنگ، چرا اونها رو پیش خودت نگه داشتی؟ فقام الیه امیر المؤمنین و قبل وجهه، امیر المؤمنین بلند شد و صورت محمد ابن حنفیه فرزندش را بوسید و قال له یا بنی، فرزندم، انت ابنی، تو فرزند من هستی، و هذان ابنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما حسن و حسین فرزندان رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند. افلا اسونهما عن القتل، آیا مشایسته نیست که من اونها را از قتل باز دارم، نگذارم که اینها بمیرند؟ و موارد دیگری که در این زمینه اومده که تقریبا یک 9-10 مورد اینها بود که من عرض کردم. پس بنابراین سوال عاقلانه ای که برای هر انسانی پیش میاد، اگر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه
به امامت ائمه اثنا عشر از خودش گرفته تا مهدی ایمان داشت. به چه دلیل میگوید که من میترسم که حسن و حسین از دنیا بروند و کشته بشوند؟ و به چه دلیل میگوید من میترسم که نسل رسول الله صلی الله علیه وسلم از دنیا منقرض بشود؟ مگر معتقد نبود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که 12 امام تا قیامت هستند و از نسل رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند؟ مگر ایشون معتقد نبود که امامت منصب الهی هست و به جز اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم برای کسی دیگر شایسته نیست؟ این موارد و ده ها مورد دیگر دلیل بر این هست که این امامت با این تعبیری که شیعه دارن ساختگی و جعلی هست. نه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ایمانی به چنین امامتی را داشت و نه در کتاب اصول کافی و در بحث امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه حتی یک روایت صحیح هم نیاورده. رازش در اینجا هست که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به چنین امامتی در واقع ایمان نداشته و چنین دلیل صریحی نه از خداوند متعال آمده و نه از رسول الله و نه از حضرت علی رضی الله تعالی عنه و این امامت جعلی و ساختگی هست و چنین امامتی در دین اسلام وجود ندارد. جزاکم الله خیر. بله بینندگان عزیز و گرامی، اینم از تناقضاتی که در این مذهب وجود داره. از یک طرف سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از قضیه کشته شدن فرزندان خودش میترسه، در حالی که شیعیان ادعا میکنن که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در خونش یک لوحی بوده که در این لوح به اصطلاح اسم ائمه نوشته شده بوده و حضرت علی غیب میدانسته، ولایت تکوینی داشتن. اگر همه این موارد درست باشه باید سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این یقین کامل رو می داشتن که حسن و حسین کشته نمیشن و زنده خواهند بود و بعد از ایشان امامت مسلمان ها را به عهده خواهند گرفت. این خزعبلات و خرافاتی است که در این مذهب هرچه شما بیشتر مطالعه بکنید بیشتر از این مسائل کشف میشه. با هم میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشاءالله دوباره در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. با ما همراه باشید. قوی ترین دلیل امامت از دیدگاه جناب آخوند مایوف علی. و این دروغ هایی که دارید میگید، شبهه بازی هایی که دارید میکنید، امشب همین شبهه بازی رو برای ما بکنید. این دیگه از این بهتر نمیشه چیز که از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه داره. یکی از بهترین و قویترین دلیل ما بر امامت و ولایت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه همین آیه 55 سوره مائده هست. خب این خیلی واضح و روشن هست و هیچ شک شبهه‌ای هم ندارد. دیگه اون آقایی که نماز میخواند و به سائل در حال رکوع صدقه میدهد او ولی شما هست. دیگه اون آقایی که نماز میخواند و به سائل در حال رکوع صدقه میدهد او ولی شما هست. و در تاریخ ما نداریم کسی که همچه اتفاقی غیر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه براش اتفاق افتاده باشه. چند سؤال ما از جناب آیت الله مایوف علی. 1. آیا سیدنا علی رضی الله عنه ثروتمند بود که بر او زکات واجب شود؟ 2. آیا پرداخت زکات در نماز در خشوع نماز خلل ایجاد نمی کند؟ 3. شما می گویید در تاریخ ما نداریم که همچنین اتفاقی غیر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای شخص دیگری اتفاق افتاده باشد. اکنون ما به شما می گوییم پس 11 امام دیگر شما هم در حال رکوع صدقه ندادند. حال چگونه می خواهید امامت آنها را ثابت کنید؟ 4. در آیه آمده انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، که ترجمهش این است: همانا ولی شما الله و رسولش و مؤمنانی هستند که در حال خشوع و خضوع زکات میدهند، که راکعون به معنای خاشعون می باشد. و همچنین اگر بنا بود فقط برای علی باشد می گفت الذی، یعنی کسی
نه اینکه بگوید الذین که معنای آن می شود کسانی که خود دلالت بر این دارد این آیه از خصائص علی رضی الله عنه نیست و شامل هر مؤمنی می شود که در حال خشوع زکات مالش را بپردازد. جناب آیت الله، چرا در آیه به جای الذین ذکر شده است؟ 5. جناب آیت الله مایفعلی، این قوی ترین دلیل شما برای اثبات امامت هیچ اشاره‌ای به امامت ندارد، چرا که واژه ولی در زبان عرب به چندین معنا می آید که هیچ کدام معنای جانشینی را نمی دهد. پس چگونه شما معتقد به امامتی هستید که هیچ برهانی برای آن ندارید؟ عهد بوغ شما دارید تو جنگل آمازون صحبت میکنید و کسی نیست دنبال حرف شما را بگه. اقلن حرف که میزنید فکر کنید، دقت کنید، بعد حرف. چوپان دروغگو، دوستان همه مردم ایران میشناسنش. چوپان دروغگو، همه مردم ایران میشناسنش. چوپان دروغگو، دوستان همه مردم ایران میشناسنش. چوپان دروغگو، همه مردم ایران میشناسنش. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه حجت بی حجت استفاده برده باشید. در مورد مطالبی که حضرت استاد اشاره کردن و اینکه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه می ترسید، البته این علی که در موردش صحبت میشه تو این برنامه اون علی ما نیست. علی ابن ابی طالب، پسر عم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، شیر خدا، فاتح خیبر، کسی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان فرمودن که انت منی به منزلت هارون من موسی، کسی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایشون رو لقب اسدالله دادن، شخصی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز خیبر فرمودن که فردا پرچم را به دست کسی میدم که الله و رسول را دوست دارد و الله و رسولش او را دوست دارد. این است علی واقعی. اما اون علی که در این کتاب ها، در کافی و در مجلس، در بهار الانوار مجلسی و بقیه کتاب های شیعیان معرفی میکنن، علی ترسو، علی بزدل، علی که اصلا به امامت اعتقاد نداره، علی که به غیبت اعتقاد نداره. همین دروغایی که بافتن، چون میگن دروغگو حافظه نداره، خودشون همین روایت ها رو آوردن در کتاب هاشون و بعداً اومدن همین روایت ها رو در کنار روایت های دیگه نقض کردن. و این مسئله خیلی قضیه مهمی است که چطور امکان داره امامی که ادعا میکنید علم غیب داره، معصوم هست، از طرف الله سبحانه و تعالی با نص قرآن و با فرموده پیامبر به امامت برگزیده شده و همه جریان این مسائل مثل روز براش روشن هست، میاد و میترسه از اینکه فرزندانش کشته نشن. اینم یک نوع فکر میکنم اهانت است به سیدنا علی رضی الله عنه که یعنی ایمان ایشون علیه بالله کامل نبوده که میترسید از اینکه فرزندانش کشته بشن. قطعا این گونه هست. اگر واقعا ایشون یعنی ایمانی به فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم داشتند که بعد از ایشون 12 امام منصوب من جانب الله می آمد، این واهمه و ترس در واقع نداشتند. یا این که امامتی وجود دارد، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بهش ایمان نداشته، که در این صورت اصل امامت زیر سوال خواهد رفت و ایمان ایشون که به مهمترین اصل دین شیعه در واقع ایمانی رو نداشتند، این زیر سوال میره. و یا این که واقعا هم چنین چیزی اساسا نبوده و امکان نداشته که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از چنین امر مهمی در واقع ناآگاه باشند و این دلیل بر عدم وجود امامتی هست با قرائتی که شیعه دارند. جزاکم الله خیر. جناب استاد اگر اجازه بفرمایید در یکی از برنامه‌های
گذشته که در مورد مهدی داشتیم. شما اشاره کردید به بعضی از مواردی که در کتاب اصول کافی اومده بود، چیز تقریبا حدود 6 ماه قبل اگر به خاطر داشته باشید در مورد امام زمان که صحبت می‌کردیم. من همون صفحات رو اسکن کردم از کتاب چیز که دقیقاً همین تهمت خوف رو، ترس رو به امام زمان هم زدن که ایشون یکی از اسبابی که امروز ملت رو در این بدبختی و بیچارگی، شیعیان رو در این سرگردانی رها کرده، ترس ایشون هست از اینکه کشته بشه. من اگر اجازه بدید این صفحه رو نشون بدم. دوستان عزیز، این صفحه اصول کافی است، 2 جلدی که ما داریم. اینم شناسنامه‌اش. اینجا در صفحه 250 کتاب الحجه که قبلا اینو ما بررسی کردیم، فقط جهت اینکه ربط داره به موضوع که مطرح شد. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان لغلامی غیبة قبل ان یقوم قال قلت ولما، یعنی این غلام یا امون مهدی که به دنیا آمده بوده غیبت داره، پنهان میشه از دیدگاه. بعد این سائل میپرسه که قال چرا این کار، چرا پنهان میشه؟ قال یخاف و اومع بیده الی بطنه، با دستش به شکمش اشاره کرد که از اینکه شکمش رو پاره بکنن میترسه. و همین مطلب رو در صفحه 251 رم آوردن که در روایت نهم محمد ابن یحیی روایت کرده که انه یخاف، امام زمان میترسه، و اومع بیده الی بطنه، از اینکه ایشون کشته بشه و شکمش رو پاره بکنن میترسه. و روایت های دیگری هم هست در همین صفحه، در صفحه 253 روایت 17 روایت 18 همه اینا اشاره میکنه که ببینید اینجا انه یخاف، امام زمان میترسه از اینکه کشته بشه، و اومع بیده الی بطنه، به شکمش اشاره کرد، یعنی القتل، از قتل میترسه. جناب استاد در خدمت شما. واقعا این خوف از قتل و ترس کشته شدن این اصل اسلام رو زیر سوال برده. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میترسید که فرزندانش قبل از ایشون به شهادت برسن و نسل رسول الله صلی الله علیه وسلم منقرض بشه، که این به معنی این است که روایات منسوسی، امامت منسوسی وجود نداشته. امام زمانشون هم از خوف قتل در واقع ظهور نمی کند، می ترسد که اگر ظهور بکند کشته بشود، امت بدون امام بماند. یعنی این که هیچ کدوم از این ائمه بر آینده خودشون مطمئن نبودند و نمیدونستند که الله متعال این امامت را تعیین کرده تا این که از زمان رسول الله تا قیام قیامت در واقع فقط این 12 تا امام بشوند. و اینها دلایلی هست بر مبنی بر این که این امامت ساختگی و جعلی هست و در دین مبین اسلام و در قرآن و احادیث رسول الله و گفتار اهل بیتیشون هیچ گونه امامتی با این تعبیر و با این در واقع ویژگی ها و مختصات وجود نداره. جزاکم الله خیر. خب جناب استاد، یک نکته دیگه هم اینجا خیلی جالب هست که در کتاب بدایت المعارف مطلبی رو خوندم، یک تعلیق هم رو این بدید. میگه که خواجه نصرالدین طوسی گفته، دوستان اگر اینو نشون بدن در روایت ششم، که لیست غیبت المهدی علیه السلام من الله سبحانه ولا منه علیه السلام بل من المکلفین و الناس و هی من غلبت الخوف. یعنی این بدترش کردیم، میخواد توضیح بده، یک عذری رو بتراشه که خب این اشکال پیش میاد اگر واقعا الله متعال ایشونو امام قرار داده که امام آخر زمان هست، باید امامت بکنن، چرا دستور داده که بروند و پنهان بشوند؟ ایشون اومده توجیهش کرده این از جانب الله متعال نیست، بلکه به خاطر این است که خودشون میترسند. یعنی این که به دستور الله متعال ایمانی رو و به اون چیزی رو که الله متعال دستور دادند و تعیین کردند تا آخر الزمان تا قیام قیامت ایشون امام هستند، در واقع ایمانی رو نداره. جناب استاد، باب 123 باب الاشاره و النص علی حسن ابن علی علیه السلام، دوستان اگر اینو نشون بدن، این بابی است که انشالله میخواییم در موردش امشب صحبت بکنیم. در خدمت شما هستم. این باب همانند بابی که قبل از این بود در واقع وضعیتی مشابه داره. هیچ گونه روایت صحیحی که جزمن گفته بشه که این روایت صحیح هست، چون این روایت صحیحی رو نداره. یعنی این که امامت پسر بهتر از امامت پدر نیست.
امام اولشون که پدر ائمه هست، ابوالائمه هست، سیدنا علی رضی الله تعالی عنهم، در باب اشاره و نصب بر امیرالمومنین حتی یک روایت صحیح نبود. در این باب هم حتی یک روایت صحیحی که آقای مجلسی بالجزم گفته باشه که این روایت صحیح است، چون این روایتی هم وجود نداره. در این باب 7 روایت وجود داره. در باب قبلی 9 تا روایت بود که هیچ کدامشون صحیح نبودن. در این باب 7 تا روایت وجود داره که باز هم هیچ کدومشون قطعا صحیح نیستن. وقتی که من عرض میکنم قطعا صحیح نیستن یا بالجزم صحیح نیستن، یعنی اینکه خود آقای مجلسی در این زمینه تردد داشته و مطمئنا روایت صحیح نیست. روایت اولی که در موردش بحث کرده مطمئنا صحیح نیست و اینو من از کتاب خودش ان شاء الله اثبات خواهم کرد. اما به خاطر اینکه یعنی حرف ما حرف واقعی و منطقی باشه، بر اساس واقعیت باشه، من عرض میکنم که در این باب حتی یک روایت صحیحی که آقای مجلسی بالجزم گفته باشه که این روایت صحیح هست وجود نداره. و اگر به صورت تردد باشه، بعد یک روایتی که آقای مجلسی متردد هست در اینجا وجود داره که یک جای گفته که حسن هست و جای دیگر در اینجا میگه که این روایت صحیح است. این سند رو ان شاء الله با هم بررسی خواهیم کرد. در این باب عرض کردم که 7 روایت وجود داره که هیچ کدام اونها بالقطع و الیقین صحیح نیستن. روایت اولش که اولین روایت باید بهترین روایت باشه، صحیح ترین باشه، قوی ترین باشه. آقای مجلسی در اینجا متردد هست، نمیدونه حسن هست یا صحیح هست. میگه که حسن علی الظاهر بل صحیح. ابتدا میگه حسن علی الظاهر و بعدش میگه که بل صحیح، نه صحیح هست. هر دوتا رو در اینجا ذکر کرده. خب اگر صحیح هست چرا گفتی که حسن علی الظاهر؟ اگر که حسن هست چرا گفتی صحیح هست؟ این دو حسن و صحیح دو تا اصطلاح تعریف شده هستند که قابل جمع در یک جا نیستند، حتی در مذهب شیعه، که به این مطلب من ان شاء الله اشاره خواهم کرد. این روایت اول و بهترین روایتش هست که آقای مجلسی متردد هست. میگه که حسن علی الظاهر و بعدش میگه نه بلکه صحیح هست. هر دو تا حالا نمیدونیم کدوم اولویت دارد. حرف آخرش اگر حساب بکنیم بر صحیح هم بالفرض ما قبول میکنیم که آقای مجلسی این روایت رو در واقع صحیح دانسته یا صحتش رو ترجیح میدهد بر اینکه حسن هست. بله این آقای مجلسی هم عجب لاتی بوده جناب استاد. یعنی اومده گفته که حالا ظاهر صحیح است، بدید بره دیگه، حالا هرچه باد آباد. یعنی قبول بکنند. و جالب اینجا است که این همین روایت را و این همین سند را در جاهای دیگر مثلا میارد که ضعیف علی المشهور، یعنی اینکه بنابر قول مشهور ضعیف است، معتبر عندی، معتمد عندی. میگه بقیه گفتند که ضعیف است، من قبولش دارم. که در مورد امام زمان میاره مجهول که صحیح. همین این موارد رو در اینجا هم داره. این در واقع حسن هست، میگه حسن بل صحیح، یعنی حسنی هست که صحیح هست، حسنی که صحیح قرار میگیره. به هر صورت این روایت اول این باب هست. روایت دومش گفته که این روایت ضعیف هست، اعتراف کرده الحدیث الثانی ضعیف و حدیث سوم این باب مجهول هست، ناشناخته هست و معلوم نیست. و حدیث چهارمش که مقدار وضعیت بهتری رو داره گفته حسن هست. و حدیث پنجم ضعیف هست و حدیث ششم مرسل هست و حدیث هفتم مرفوع هست. این مجموع 7 روایتی که در اینجا وجود داره. این هم حدیث سادس که مرسل هست دوستان ببینید. حدیث سادس مرسل هست و حدیث هفتم هم مرفوع هست. من این رو هم نشون بدم از استاد که این حدیث هفتمش البته شیعیان زیاد اعتماد نکنن به این حرفای اینا، چون بر اساس یک اصطلاح یک میزان علمی این تصحیح و تضعیف رو نمیارن، بلکه بر اساس هوا و هوس هر جایی که خوششون اومد تصحیح میکنن و هر جایی که خوششون نیومد تضعیف میکنن. من انشالله این روایت هفتم رو هم انشالله پیدا خواهم کرد و نشون میدم. در صورت روایت هفتم رو گفته که مرفوع هست، اما این من توضیح بدم درباره مرفوع. این مرفوعی که در مذهب شیعه و در اصطلاحات شیعه وجود داره غیر از مرفوعی هست که در اصطلاحات اهل سنت و الجماعت وجود داره. نزد ما اهل سنت و الجماعت وقتی که ما میگیم حدیث رو در واقع تقسیم کردن، روایاتی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده میشه و روایاتی که منتهی میشود به یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اون روایاتی که راوی در آخر میاد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یا عن النبی صلی الله علیه و سلم، این روایات رو میگه روایات مرفوع هستن، یعنی روایاتی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده. اما وقتی که یک روایت میرود منتهی میشود و قول صحابی هست، این میگن که مقطوع هست.
این روایت مقطوعی هست، یعنی به رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیرسد، مرفوع نیست، بلکه مقطوع هست و قول صحابی هست یا اثری هست که از صحابه و تابعین در واقع نقل شده و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست. وقتی که اهل سنت میگن که این مطلب یا این روایت مرفوع هست، یعنی گفتار رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. اما در مذهب شیعه یعنی این که این روایت یعنی قابل اعتمادی نیست و نمیشود که بر این اعتماد بکنن. این تفاوتی در میان اصطلاح اهل سنت و اصطلاحات شیعه هست. خب روایت اول این باب رو که من عرض کردم که آقای مجلسی میگه حسن علی الظاهر بل صحیح. ابتدا میگه که حسن علی الظاهر، ظاهرا حسن هست اما در واقع بلکه صحیح هست. این روایت رو با هم بررسی میکنیم. من سند این روایت رو خدمت دوستان عزیز میخونم. باب الاشاره و النص علی الحسن ابن علی علیهم السلام. روایت اول هست علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عمر الیمانی و عمر ابن اذینه عن عبان عن سلیم ابن قیس، که روایتا این نهایتا از سلیم ابن قیس است. در این روایت چندین نفر ذکر شده. علی ابن ابراهیم از پدرش اینو ذکر کردن، بعد از آن حماد ابن عیسی هست و بعد از دو نفر ابراهیم ابن عمر و عمر ابن اذینه و نهایتا از عبان ابن ابی عیاش و سلیم ابن قیس، سلیم ابن قیس هلالی هست که این روایت را از اون نقل کردن. حالا اگر اجازه بدهید سری میزنیم به درجه این روایت که آقای مجلسی در اینجا گفتند که این روایت حسن علی الظاهر و بل صحیحان. من ابتدا این توضیح رو بدم که روایت حسن و روایت صحیح در مذهب شیعه عرض میکنم. روایت حسن و روایت صحیح چگونه در واقع چه تفاوتی رو با هم دیگر دارند. اگر یک روایتی رو یک شیعه امامی یعنی شیعه‌ای که اثنا عشری باشه، 12 امامی باشه، یک شیعه امامی ثقه به این معنی که عادل باشه، نه تنها ثقه بودن در مذهب شیعه یعنی مساوی با عدالت نیست، خودشون اینو تصریحاً اینو بیان کردن. یک راوی که عادل باشه و شیعه اثنا عشری باشه از یک راوی دیگر این رو نقل بکنه تا اینکه منتهی بشود به امام معصوم. این می شود روایت صحیح، یعنی روایت راوی عادل ضابط که اینو متصلا نقل بکنه از امام معصوم، در این وسط هیچی که از این راوی افتاده نباشه. این میگه روایت صحیح هست. بعد از این درجه دوم درجه حسن هست، یعنی این که یک شیعه امامی قید امامی بودن هنوز هم هست، یک شیعه 12 امامی از شیعیان 12 امامی نقل بکند تا به امام برسد. منتها تفاوتش این است که در روایت صحیح این راویان باید عادل باشند. قید عادل بودن حتما تصریح شده باشه که فلانی عادل هست، قید عدالت رو داشته باشند. اما در روایت حسن کافی هست که این راویان ممدوح باشند، یک تعریفی دربارهشون اومده اما کسی اونها رو نگفته که عادل هستند. این تفاوت روایت صحیح حسن با صحیح هست. پس بنابراین این دوتا روایت با همدیگر قابل جمع نیست، یعنی نمی شود که ما در مورد یک روایت بگوییم که هم حسن هست و هم صحیح است. اگر صحیح باشه بدین معنی که همه راویان شیعه اثنا عشری هستند و همهشون عادل هستند در صورتی که صحیح باشه، و اگر همه راویانش یا حتی یکی از راویانش ثقه نباشد و در درجه پایینتر باشد یعنی شیعه ممدوحی باشد، این در واقع حدیث می شود حدیث حسن و به درجه صحت نمی رسد. اما واقعیت این است که این روایت نه صحیح هست و نه حسن هست، نه صحیح هست و نه اینکه حسن باشه. من اقوال خود علمای شیعه و کسانی رو که حدیث شناس هستند و در این زمینه در علم رجال تالیفاتی رو دارند و نظرشون رو گفتن، من تعدادی از این افراد این راویان این روایت رو با هم انشالله بررسی خواهیم کرد. یکی از اولین راویش که این در واقع از امیرالمومنین این نقل کرده سلیم ابن قیس است. سلیم ابن قیس هلالی که این راوی هست که مدعی شده که من از امام علی رضی الله تعالی عنه امیرالمومنین این مطلب را شنیدم. میگه شهدت وصیت امیرالمومنین. من در مورد مفاد و محتوای روایت بعدا ان شاء الله مطالبی رو عرض خواهم کرد، اما در مورد خود سندش عرض کردم که این روایت بر اساس مبانی شیعه نه حسن میتونه باشه و نه صحیح. علتش این است که سلیم ابن قیس هلالی که در این سند اومده این شیعه عادلی نبوده،
شیعه عادلی نیست، یعنی هیچ کسی توثیق نکرده که اینو و عدالتشو بیان نکرده، پس بنابراین نمیتونه که این روایت صحیح باشه، گرچه افراد دیگر که بدتر از این هستن. به طور مثال در کتاب الموضوعات فی الاثار والاخبار، دوستان عزیز اینو نمایش بدن، کتاب معروفی هست، در کتاب هاشم معروف الحسنی هست، این مطلب را در این کتاب آورده. الموضوعات فی الاثار والاخبار عرض و دراسه، هاشم معروف الحسنی، دار التعارف للمطبوعات بیروت اینو چاپ کرده. این هم صفحه اول این کتاب هست و مشخصات این کتاب. و در صفحه 184 در صفحه 184 یک مطلبی رو می آورد، یک روایتی رو در اینجا می آورد که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اخبرنی ان الناس یبایعون ابابکر و ان اول من یبایعه علی منبر ابلیس. این مطلب را گفته که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من خبر داده که از علی اینو میگه که مردم میرن بیعت میکنن با ابوبکر و اولین نفرشون هم ابلیس هست که با ابوبکر بیعت میکنن. این روایت رو آقای هاشم معروف این مطلب رو دربارش گفته. این پاورقی اول هست، دوستان اینو نمایش بدن. در اینجا پاورقی زده، شماره اول شماره 1 هست این پاورقیش در این زمینه. و در اینجا در پاورقی اول میگوید که و یکفی هذه الروایت عیبا انها من مرویات سلیم ابن قیس یا سلیم ابن قیس. کافی هست برای عیب دار بودن و معیوب بودن این روایت، همین بسنده می کند که این از مرویات سلیم ابن قیس هست و هو من المشبوهین والمتهمین بالکذب. و این آقا یعنی سلیم ابن قیس از افراد مشبوه هست و از کسانی هست که متهم به دروغگویی هستند. یعنی نه تنها که نگفتند این ثقه هست یا این که عادل هست، حتی گفته که این از مشبوهین هست و کسانی هست که متهم به دروغگویی هستند. این مطلب اول و مدرک اول که درباره سلیم ابن قیس اومده. و من اینو عرض بکنم که این روایتی که در اولین روایت این باب هست، این روایت از کتاب سلیم ابن قیس گرفته شده. این روایت در کتاب سلیم ابن قیس صفحه 444 اومده، یک مبحثی رو در اونجا داره، وصیت امیر المؤمنین فی الساعات الاخیره، در آخرین لحظات زندگی این مطلب رو در اونجا بیان کردن و در کتاب سلیم ابن قیس هست. و آقای کلینی این مطلب رو هم از سلیم ابن قیس و از اون کتاب در واقع با سند خودش نقل کرده. کتاب دیگر کتاب ابن داود هلی هست، کتاب ابن داود هلی هست و تقی الدین دوستان این نمایش بدن. کتاب الرجال هست، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم هست و اینم شماره این کتاب هست. تالیف تقی الدین الحسن ابن علی ابن داود الهلی، اینم صفحه اولی این کتاب هست، کتاب الرجال. و عبدالخادم للعلم الدینی رو تحقیقش کرده، انا بتفصیل ذکره فی مقدمه الرجال البرقی جلال الدین الحسینی. و در اینجا من یک توضیح بدم که درباره کتاب رجال آقای ابن داود هلی، این کتاب بر دو قسم تقسیم میشه. قسم اول هست و قسم دوم. در قسم اول کسانی را که موثق هستند اونها رو در واقع ذکر میکنه، افرادی رو که ثقه هستند و یا مهمل هستند اینها رو ذکر میکند. و در قسم دوم و در بخش دوم این کتاب افرادی را که مجروح یا مجهول هستند این افراد را ذکر میکند. این مطلب رو از خود و مقدمه این کتاب و من این از دوستان عزیز نمایش بدند. اینو از جزء ثانی هست من کتاب من رجال ابن داود که بخش دومین کتاب میشه. بسم الله الرحمن الرحیم میگه اما بعد حمدا لله تعالی علی افضاله و الصلاه علی سیدنا محمد النبی و آله فانی. این آقای ابن داود هلی میگه فانی لما انتهیت یا انهیت الجزء الاول من کتاب الرجال المختص بالموثقین والمهملین، زمانی که من جزء اول و بخش اول این کتاب رو که مخصوص و ویژه راویان موثق و مهمل بود تمامش کردم، وجب ان اتبعه بالجزء الثانی، لازم شد و نیاز پیدا شد که جزء دوم و بخش دومش رو بعد از آن بنویسم. المختص بالمجروحین والمجهولین، که قسم دوم و جزء دومش مخصوص انسان‌هایی است که مجروح هستند و مجهول هستند، افرادی که ثقه هستند قبلا بیان کرده، و جزء دومش درباره مجروحین و مجهولین هست. اذ بمعرفتهم یتم غرض الناظر فی الاحادیث لیلقى السقیم و یعمل بالسلیم. میگه چون که وقتی که ما راویان ثقه رو شناختیم، بعد از این راویان مجروح و راویان مجهول رو بشناسیم، با این نگرش و دید محدث در واقع کامل می شود، می تواند روایات سقیم را از سلیم در واقع تشخیص بدهد و بر روایات سلیم عمل بکند. خب در این کتاب
این چندین روایت داره در این افرادی که در اینجا هستند. در خود همین کتاب یعنی بخش دومش که مخصوص انسان‌های مجروحین و مجهولین هست، این درباره یکی دیگر از راویان همین کسی که از سلیم ابن قیس روایت کرده ابان هست. ابان، اگر دوستان اینو نمایش بدن دوباره، ان ابان ان سلیم ابن قیس، خودش در این صفحه اومده و اینو معرفی کرده و این روایتی که باب الحمزه هست در اینجا میگه ابان ابن ابی عیاش. ابان ابن ابی عیاش همین راوی هست که از سلیم ابن قیس روایت کرده و در سند این حدیث هست. این اولین فردی، دومین فردی هست که به عنوان افراد مجروح و مجهول اینو روایت کرده، در اینجا ذکر کرده، دومین شماره هست. ابان ابن ابی عیاش بالیاء المثنات تحت و شین المعجمه، فیروز، اسمش هم گفتند که فیروز هست. در اینجا میگه ضعیف، این فرد انسان ضعیفی بوده. قیل انه وضع کتاب سلیم ابن قیس، گفته شده که کسی که کتاب سلیم ابن قیس رو جعل کرده و تزویر کرده کسی نبوده به جز همین آقای ابان ابن ابی عیاش که من در مورد این توضیحاتی رو انشاءالله بازم خواهم داد. خب در این کتاب در مورد سلیم ابن قیس میگوید، در مورد سلیم ابن قیس رجال ابن داود هست، قسم دوم هست که مخصوص مجهولین و مجروحین هست، صفحه 460، صفحه رو در اینجا پایین درج کردن، صفحه 460 هست و در مورد و این فرد شماره 219 هم هست. شماره 219 سلیم ابن قیس الهلالی با علامتایی که در اینجا زده، ینسب الیه الکتاب المشهور و هو موضوع، کتاب مشهوری هست بیشان نسبت داده میشه که معروف است به کتاب سلیم ابن قیس و به فارسی هم ترجمه شده به عنوان اسرار آل محمد. میگه این کتاب موضوع هست و در آخر هم میگوید که پر از مناکیر هست و ما اظنه الا موضوعا، این کتاب به نظر من ساختگی هست. اما استشهاد من در اینجا این است که آقای ابن داود هلی سلیم ابن قیس رو در قسم دوم ذکر کرده که من قبلا هم خوندم که اینجا مخصوص مجروحین و مجهولین هست. در همین کتاب و در ادامهش من قبلا این مطلب رو نشان دادم درباره راوی دومش ابان ابن ابی عیاش هست و راوی دیگری که در این کتاب وجود داره عمر ابراهیم ابن عمر یمانی هست، راوی که اون نقل کرده از ابان ابن ابی عیاش. باز هم آقای هلی اینو در همین کتاب آورده، در همین کتاب آورده، شماره 12 هست. ابراهیم ابن عمر الصنعانی ضعیف جدا، ضعیف جدا که چند تا علامت داده، من جمله غزایری گفته ضعیف جدا و جیم و شین علامت زده که گفته ثقه، از احتمالاً رأی آقای نجاشی هست. پس بنابراین در این کتاب 3 نفر از راویان همین حدیث رو آورده جز کسانی که در قسم دوم هستند یا مجهول هستند یا اینکه مجروح هستند، مجروحین و مجهولین. این یک کتاب هست و کتاب دیگر رجال ابن غزایری هست. دوستان اینو نمایش بدم و من این از PDF این کتاب پرینت گرفتم. رجال ابن غزایری هست، این هم صفحه اولش الرجال ابن الغزایری، تحقیق سید محمد رضای حسینی جلالی، احمد ابن الحسین ابن عبید ابن ابراهیم ابی الحسین الواسطی البغدادی. این هم صفحه اول این کتاب، ناشرش هم دار الحدیث است، دار الطباعت و النشر قم، خیابان آیت الله معرشی نجفی نزدیک میدان شهدا الاخر. و در اینجا درباره سلیم گفته، درباره سلیم ابن قیس که از سین 13 رجلا، 13 نفر در این باب اینو ذکر کرده. شماره 55 هست، شماره 55 و در اینجا شماره 1 در این باب سلیم ابن قیس الهلالی العامری، سلیم ابن قیس الهلالی العامری و گفته و کان اصحابنا یقولون ان سلیمان لا یعرف ولا ذکر فی خبر. اصحاب ما میگفتند، یعنی شیعیان ما میگفتند، یعنی علمایشون معتقد بر این بودند که این سلیم شناخته شده نیست، این سلیمان لا یعرف ولا ذکر فی خبر، که قبلا میگفتند که این سلیم شناخته شده نیست و در هیچ خبری نیامده. منتها این مطلب رو آقای غزایری آورده و خلاف این رو دوباره نظر میده. و قد وجدت ذکره فی مواضع، من اسم این آقای سلیم ابن قیس رو من در چندین جا دیدم، در چندین جا میگه من این ذکرش رو دیدم. و در ادامه میگه که والکتاب موضوع، منتها کتابی که به نام ایشان از کتاب اسرار آل محمد یا کتاب سلیم، والکتاب موضوع لا مریت فیه، بدون شک این کتاب جعلی هست، ساخته شده هست و اینو جعل کردن به نام ایشان. و علی ذلك علامات فیه تدل علی ما ذکرنا، چندین علامت وجود داره که این کتاب جعلی هست. من جمله این که در این کتاب اومده که محمد ابن ابی بکر در زمان وفات ابوبکر صدیق ایشون رو نصیحت میکرده
محمد ابن ابی بکر که 1 سال خورده نهایتا 2 ساله بوده. وقتی که ابوبکر صدیق فوت کرده بر بالای سرش اومده و ایشون رو نصیحت کرده. و منها مورد دیگری که در این کتاب اومده ان الائمه 13 که ائمه 13 نفر هستند. این دلیل بر جعلی بودن این کتاب است. و غیر ذالک این موارد دیگری هم در این زمینه اومده. من جمله از این موارد این است و جالب هست که میگوید که بعد از وفات معاویه، این مطلبی است که در خود کتاب سلیم ابن قیس اومده، بعد از وفات معاویه من این حدیث رو برای حسن و حسین بیان کردم. بعد از وفات معاویه حدیث رو برای حسن بیان کرده. خب حسن 10 سال قبلش فوت کرده بود، از دنیا رفته و از این قبیل مسائل در این کتاب مسائل زیادی هست. بدین خاطر گفته که این کتاب جعلی هست. در اینجا میگه در شماره 193 سلیم ابن قیس الهلالی میگه لم یروی عنه الا ابان ابن ابی عیاش، غیر از ابان ابن ابی عیاش کسی از این روایت نکرده. و علتش این است که قبل از مرگ خودش این سلیم ابن قیس این کتاب رو تحویل داده به ابان ابن ابی عیاش. این گونه ادعا میشن، بدین خاطر تنها ابان ابن ابی عیاش اینو در واقع روایت کرده. و همچنین راویان دیگری که در این سند بودند، ابان ابن ابی عیاش میگوید ابان ابن ابی عیاش و اسم ابی عیاش فیروز، گفته اسمش هم فیروز هست. این آقای ابان ابن ابی عیاش تابعی روا عن انس ابن مالک و روا عن علی ابن الحسین ضعیف لا یلتفت الیه. ضعیف هست این راوی که قابل اعتماد نیست، یعنی کسی نباید بهشون توجه بکنه. لا یلتفت الیه. و راوی دیگرش که از ابان روایت کرده ابراهیم ابن عمر هست که در اینجا در یک جا اینو بیوگرافیش گفته ابراهیم ابن عمر الصنعانی الیمانی یکن ابا اسحاق ضعیف جدا، بسیار ضعیف هست. این هم راوی دیگری که در واقع در این کتاب اومده. خب این چند نفر از راویان این روایت بودن. اگر دوستان یک بار دیگر توجه بکنند به سند این روایت که من این افراد را معرفی کردم از این کتاب، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عمر الیمانی. این ابراهیم ابن عمر الیمانی دقیقاً همین فردی هست که آقای غزالی میگه که بسیار ضعیف هست، ضعیف جدا. و این ابان درباره ابان گفته بود که ضعیف لا یلتفت الیه، که ضعیف هست و کسی نباید به ایشون توجه بکنه. سلیم ابن قیس را ابن داود هلی در بخش دوم کتاب خودش آورده که مخصوص مجروحین و مجهولین بوده. خب این پس بنابراین این افرادی که در اینجا هستند اینها ضعیف هستند، نه این که شیعه ثقه و عادل هستند، نه شیعه ثقه عادل هستند و نه شیعه ممدوح هستند، بلکه از این پایینتر این افراد ضعیفی هستند، افراد ضعیف و مجروح هستند. پس بنابراین به هیچ عنوان نمی شود که روایت چنین افرادی رو گفت روایت حسن باشه یا صحیح باشه. نه حسن هست و نه صحیح هست. جناب استاد خیلی میبخشید، این سلیم ابن قیس یعنی میشه امکان داشته باشه یه سلیم ابن قیس در قرن دوم بوده، یه سلیم ابن قیس در قرن ششم بوده، اینو ذکر نکردن در کتابشون و اما سلیم ابن قیس فلان فسقتون؟ والله بعیدم نیست که امروزه یکی از مراجع خودشون یا یکی از طلاب حوزه علمی قم اسمش رو بذارن سلیم ابن قیس و بگن که ثقتون و برای خودشون یعنی اینو توجیه بکنن. حالا این راستگویی که در کتابش آورده بیشتر به شیخ مفید زمان میخوره اگر که اسمشون عوض بکنه. و نقطه‌ای که در اینجا جالبتر هست این است که من عرض کردم قبلا که این روایت نمیتونه نه حسن باشه و نه صحیح باشه. بالفرض که قبول بکنیم که آقای سلیم ابن قیس اصلا ممدوح هیچی ثقه هم که باشه، به قول شیعه عادل هم که باشه، ابراهیم ابن عمر را بالفرض قبول بکنیم که شیعه اثنا عشری عادل باشه، اما این ابان ابن ابی عیاش این میخوان چیکار بکنن؟ آقای تقی مجلسی در کتاب خودش و همچنین آقای بهبودی باقر بهبودی این فرد رو گفتن این سنی هست، این فرد اصلا سنی هست، شیعه نیست. عجب. بله وقتی که سنی باشه بنابر اصول شیعه بالفرض اگر سنی باشه که عادل باشه، سنی باشه که معتبر باشه، سنی باشه که راستگو باشه، بنابر اصول و مبانی شیعه این روایت رو صرف نظر از بقیه راویانش، بالفرض که تمام راویانش ثقه باشند عادل باشند، همین یکی سنی باشه، باید این درجه حدیث باید میشد که موثق یا قوی میشد، زیرا که یکی از راویانش امامی نیست. و شرط حسن بودن و صحیح بودن روایت در مذهب شیعه این است که باید شیعه اثنا عشری باشد و این فرد آقای
ابان ابن ابی عیاش این در واقع شیعه نیست و سنی هست و جالب این است که این سنی هست. من نظر علمای اهل سنت را و رجال شناسان سنت را در این باره اینو خدمت بینندگان من بیان در مورد خود علمای شیعه من بیان کردم. نظر غزائری رو که میگفت که ضعیفون جدا و بقیه مواردی که من بیان کردم. اما شما با این حرفتون دارید که اولین کتابی که در مذهب شیعه اومده ظاهر شده رو دارید در داغون میکنید. واقعیتی هست که متاسفانه تا به امروز عوام شیعه که هیچ حتی علمای شیعه بین نپرداختند. من مطمئن هستم که هر یکی از طلاب شیعه اندکی در این کتاب تأمل بکنه. من بارها این مطلب رو عرض کردم که برای هدم اسلام، برای نابود کردن اسلام یا بنای نابود شدن خود کتاب کافی هست که یک طلبه معتدل، یک طلبه‌ای که در واقع دچار افراط و تفرید نیست، بدون جانبداری یک صفحه از صفحات این کتاب رو مطالعه بکنه. کفایت میکنه برای این که واقعیت این کتاب رو در واقع بدونن، چه برسه به این که برن بررسی سندی بکنن. من فقط چون که در اینجا آقای مجلسی گفته بود حسنون علی الظاهر و بل صحیحون، این مطلب رو و این سند رو بررسی کردم، وگرنه من عادتم نیست که تمام افراد سند رو در واقع بررسی بکنم مگر در چنین مواردی. این ابان ابن ابی عیاش یک انسانی هست که ضعیف جدا هست در مذهب اهل سنت و الجماعت. اگر فرد مال ما هست، بالفرض این که ثقه باشد، این روایت را آقای مجلسی اگر امانت علمی داشت میگفت باید که موثق هست، بالفرض این که ثقه باشد. چه برسد که به این که این آقای ابان ابن ابی عیاش، آقای فیروز، این در واقع در مذهب اهل سنت و الجماعت این در واقع مورددار هست. به طور مثال من از کتاب میزان الاعتدال چند مورد رو در اینجا یادداشت کردم، خدمت بینندگان عزیز میخونم. و درباره قیل دینار از زاهد ابو اسماعیل البصری که در آقای ابان ابن ابی عیاش هست، میگه احد الضعفاء و هو تابعی صغیر، یکی از ضعفا هست. شعیب ابن حرب میگوید سمعت شعبة یقول لان اشرب من بول حمار حتی اروى احب الی من ان اقول حدثنا ابان ابن ابی عیاش. میگه من حاضر هستم که ادرار میگوید اولاغ را بخورم منتها از ابان ابن ابی عیاش حدیث روایت نکنم. و همچنین احمد ابن حنبل به عباد ابن عباد گفت که اتیت شعبة انا و حماد ابن زید، میگه من و حماد ابن زید رفتیم نزد شعبه و به شعبه گفتیم تو درباره ابان ابن ابی عیاش حرفی رو نزن، گفتیم تو از در مورد ابان دیگه ساکت باش، چیزی رو نگو. فلقیهم بعد ذلك فقال ما ارانی یسعنا السکوت عنه، به نظر من از سکوت کردن از ابان ابن ابی عیاش جایز نیست، بحث دین و دیانت هست. امام احمد میگه که هو متروک الحدیث و همچنین یحیی بن معین میگه متروک و قال مرة ضعیف. ابو اسحاق سعدی جوزجانی میگه ساقط، نسائی دربارش میگه متروک. و همچنین یزید ابن هارون میگه که ما قال شعبة داری و حماری فی المساکین صدقه ان لم یکن ابان ابن ابی عیاش یکذب فی الحدیث، میگه خونه من و الاغ و مرکب من اصلا صدقه در راه خدا اگر این عیاش دروغگو نباشه. و همچنین عبدان ابن عن ابیه عن شعبه میگه لولا الحیاء من الناس ما صلیت علی ابان، اگر از مردم شرم نمیکردم من اصلا بر نماز جنازه ابان هم حاضر نمیشدم. و موارد بسیار زیادی که در مورد ابان ابن ابی عیاش، اینا در واقع طلاب اهل سنت و الجماعت در از سالهایی که این کتاب مصطلح و بحث رجال اینا رو میخونن با این آشنا هستند که این ابان ابن ابی عیاش جز راویانی هست که متروک الحدیث هست، ساقط هست و ضعیف هست. اما با وجود این آقای مجلسی اومده و در کتاب خودش ادعا میکند که این روایت حسن علی الظاهر و بل صحیح، بلکه صحیح است. پس بنابراین این روایت نمیتونه نه صحیح باشه و نه حسن باشه، زیرا که از راویانش آقای ابان ابن ابی عیاش هست که سنی هست و خودش در مذهب اهل سنت و الجماعت این هم در واقع ضعیف هست. اضافه بر این، اگر شما خسته شدید نه من خسته نشدم، من روایتی یادم اومد حضرت استاد میگن مجلسی اول خیلی میبخشید هروئینی بوده، چرس میزده، هروئین. مجلسی دوم مجلسی پسر. من فکر میکنم این مجلسی هم موقعی که این رو تصحیح و تضعیف کرد یه چیزی زده بوده حضرت استاد و الا از این روایت به این آسانی نباید میگذشت. و یکی دیگر از راویانی که جالب است در اینجا اومده در این روایت حماد ابن عیسی هست.
حماد ابن عیسی در واقع یکی از بزرگانشون هست، اینا خیلی بهش ارزش قائل هستند و اینو از اصحاب اجماعشون در واقع حساب کردن. اما در کتاب رجال نجاشی مطلبی رو واقعا من دیدم یعنی جالب هست دربارهشون، درباره راوی دیگره. سلیم ابن قیس ما بررسی کردیم، ابان ابن ابی عیاش رو بررسی کردیم، ابراهیم ابن عمر یمانی رو بررسی کردیم. تمام اینها ضعیف هستن و جزء مجروحین هستن. این حماد ابن عیسی که در اینجا آمده، ببینیم که درجه حفظ این حماد ابن عیسی تا چه اندازه‌ای بوده، تا اندازه روایتی رو که ذکر می‌کرده میدونسته که چی نقل می‌کند و چی می‌خونه. این کتاب رو دوستان عزیز نمایش بدن، رجال نجاشی هست، رجال نجاشی که این کتاب رو بارها نشان دادیم. رجال نجاشی فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر به رجال نجاشی مما جمعه الشیخ الجلیل ابو العباس احمد ابن علی ابن احمد ابن العباس النجاشی الاسدی الکوفی و متوفای 372 متولد شده و 450 هجری فوت کرده. در این کتاب در صفحه 139 این کتاب هست و فردی که ترجمه رو گذاشته و راوی 370 حماد ابن عیسی ابو محمد الجهنی مولا وقیل عربی اصله الکوفه و سکن البصره. هر صورت این توضیح میده این حماد ابن عیسی رو و در صفحه بعد یکی نقل قولی میکنه از آقای حماد ابن عیسی که واقعا جالب هست. و کان ثقة فی حدیثی صدوقا، میاره که این افراد ثقه‌ای بوده و صدوقی بوده. بالفرض ما قبول بکنیم که ثقه و صدوق هم باشه. قال سمعت من ابی عبدالله، این حماد ابن عیسی میگه که من از امام ابو عبدالله 70 تا حدیث شنیدم. 70 حدیثا 70 تا حدیث شنیدم از آقای ابو عبدالله، امام ابو عبدالله. فلم ازل ادخل الشک علی نفسی حتی اختصرت علی هذه العشرین، من درباره همه به شک می افتادم، ادخل الشک علی نفسی حتی اختصرت علی هذه العشرین، تا اینکه بر این 20 حدیث من مطمئن شدم. یعنی از 70 حدیثیشون که روایت کرده از امام ابو عبدالله خودش نمیدونسته که آیا این واقعا از ابو عبدالله هست، آیا این گونه بوده که من روایت میکنم یا روایت نمیکنم. تمام اینها رو کنار زده نهایتا رسیده به 20 حدیث. این نشان از قوت حفظ ایشون یا اینکه وثاقت ایشون در این اندازه که در واقع داشته اینو بیان میکنه. به هر صورت خب الان میرسیم دوباره روی همین سند همین باب، سند اول همین باب. آقای مجلسی گفتم که متردد بوده، در اینجا همین سند رو آورده، گفته حسن علی الظاهر بل صحیح، حسن علی الظاهر بل صحیح. عین همین سند رو در جاهای دیگر از کتاب خودش، در همین کتاب اصول کافی اومده، در مرآت العقول بازم میبینیم حکم متفاوتی رو داده. در کتاب مرآت العقول هست، جلد 6 این کتاب هست، جلد 6 این کتاب. دوستان این نمایش بدن، بارها اینو نمایش دادیم. کتاب مرآت العقول هست و جلد 6 هست، جلد 6 این کتاب. در صفحه 216 کتاب الحجه هست و جلد 6 این کتاب هست. روایت چهارمی که در این باب اومده، باب ما جاء فی الاثنی عشر و النص علیهم. سند این است: علی ابن ابراهیم. دوستان اگر این سند رو من میخونم، بعد این سند اصل رو انشاءالله نمایش خواهم داد. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی، از حماد ابن عیسی، عن ابراهیم ابن عمر الیمانی عن ابان ابن ابی عیاش عن سلیم ابن قیس. دقیقا همون افرادی که در سند اول این روایت الاشاره و النص علی حسن ابن علی هست. علی ابن ابراهیم عن ابیه از پدرش روایت کرده و پدرش از حماد ابن عیسی روایت کرده. حماد ابن عیسی از ابراهیم ابن عمر یمانی روایت کرده و این ابراهیم ابن عمر از ابان ابن ابی عیاش روایت کرده و ابان هم روایت کرده از سلیم ابن قیس. این سند اولی است که در اینجا آورده و محمد ابن یحیی سند دوم است در اینجا اینو بیان کرده. دقیقاً همین سند هست با همین افراد که در اینجا ذکر شده، اما در اینجا میگه الحدیث الرابع مختلف فیه. الحدیث الرابع مختلف فیه. در اینجا آورده که حسن علی الظاهر بل صحیح، حسن علی الظاهر بل صحیح. در اینجا آورده که این مختلف فیه است و نگفته که حسن هست و نگفته که در واقع صحیح یا این که صحیح است. و در کتاب دیگری باز هم اینو گفته، همین سند رو، همین افرادش رو گفته ضعیف علی المشهور. مرآت العقول هست، دوستان این نمایش بدن، من پرینت این کتاب رو گرفتم و مرآت العقول فی شرح اخبار رسول الجزء الاول و اینم شناسنامه این کتاب، آدرس ناشر تهران بازار سلطانی الاخر و این صفحه اول کتاب هست. در اینجا در جلد 1
باب المستأکل بعلم صفحه 147 این کتاب هست. روایت از اینجا باز هم یک روایتی رو در اینجا آورده با دو تا سند در اینجا ذکر کرده. سند اولش محمد ابن یحیی هست از محمد ابن عیسی. این سند اول است، ما به این کاری رو نداریم. سند دومی که در اینجا ذکر کرده علی ابن ابراهیم عن ابیه، علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن حماد ابن عیسی، یعنی هم احمد ابن محمد ابن عیسی و هم پدر آقای علی ابن ابراهیم که ابراهیم ابن هاشم هست، همه اینا روایت میکنند از حماد ابن عیسی عن عمر ابن اذینه، همون فرد دیگری که در اینجا این روایت اول رو از دو نفر ذکر کرده بود، از ابراهیم ابن عمر یمانی و عمر ابن اذینه. در اینجا نفر دوم هست عمر ابن اذینه عن ابان ابن ابی عیاش عن سلیم ابن قیس. روایت رو میگه که ضعیف علی المشهور معتمد عندی، بنابر قول مشهور این ضعیف هست. وقتی میگن حدیث ضعیف هست یعنی این که نه صحیح هست و نه حسن هست و نه موثق هست، ضعیف آخرین قسم حدیث هست. میگه که مشهور این است و بنابر قول مشهور این ضعیف است اما نزد من معتمد است. این همین سند رو در جای دیگری هم آورده که گفته در واقع این سند یک سند مختلف فی است و اقوال دیگری که در مورد این راویان هست. من به همین اکتفا میکنم. پس بنابراین با توجه به این که چندین نفر در این سند متروک هستند و مجهول هستند و بسیار ضعیف هستند بنابر قول خود علمای شیعه، پس بنابراین این حدیث نه تنها این که صحیح گفتنش برخلاف موازین علمی هست و حسن گفتنش، حتی این نمیتونه که موثق باشه، زیرا اون فردی که از اهل سنت در این روایت آوردن ابان هست، اون نزد اهل سنت و الجماعت هم در واقع یک فردی هست که مورددار هست و ضعیف و متروک الحدیث هست و حدیثش به هیچ عنوان قابل اعتبار در واقع نیست. این اولین روایت و صحیح ترین روایتی هست که در این باب آورده و این اندازه ضعف داره و این اندازه اشکال داره، اما باز هم آقای مجلسی اصرار بر این دارد که این روایت حسن که هست هیچی، بلکه میگه که صحیح هم هست. جزاکم الله خیر. جناب استاد، ما وارد وقت بینندگان شدیم. اگر مطلبی داریم در مورد متن حدیث صحبت‌هایی، چون که نمیخوام این بیشتر از این وقتی که اصل روایت رو بررسی کردیم، یک مقدار من توضیح میدم در مورد مطالب درباره متن روایت و بعد از این انشاءالله صدای بینندگان میشه. پس بینندگان عزیز گرامی، میان برنامه خیلی کوتاه میبینیم و دوباره برمیگردیم خدمت حضرت استاد تا ببینیم که در متن حدیث آقای کلینی چه دستگلایی به آب داده. با ما همراه باشید. أحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى لهم في فؤادي هوى من هوى. آیا نور امامت شیعه کامل شده است؟ بني أحمد أحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى لهم في فؤاد. شیعه در تفسیر آیه کریمه یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم از ابوالحسن المازی روایت می کند که گفت میخواهند ولایت امیر مؤمنین را سرکوب و خاموش سازند والله متم نوره، و میگوید الله امامت را که نورش می باشد کامل می گرداند. و همچنین از ابو جعفر محمد الباقر روایت می کنند که می گوید سوگند به الله که منظور از نور تا روز قیامت ائمه آل محمد می باشند. سوال اینجاست که آیا خداوند نور خیش را با نشر و گسترش اسلام کامل گرداند یا با دادن ولایت و خلافت به اهل بیت؟ تنها دو تن از ائمه زمام خلافت را به دست گرفتند، علی و فرزندش حسن رضی الله تعالی عنهما. پس کامل گرداندن نور به وسیله 10 امام دیگر ناکام مانده است. خلافت و حکمرانی 10 نفر دیگر کجاست؟ در حالی که دین اسلام و نور الهی به نص قرآن کامل گشته است. الله متعال در سوره مائده می‌فرماید
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا. امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما به عنوان دین پسندیدم. أساء الغلاة وضل الجفاة فكل عن الحق قد أبعدا. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. من قبل از اینکه وارد بحث بشیم، چون مطلبی رو اینجا بدون سند من ذکر کردم، سندش رو نشون بدین که آقای مجلسی اول ایشون چرس میزدن یا حشیش میزدن. دوستان عزیز این صفحه رو نشون بدن. الانوار النعمانیه صفحه 41 در این قسمت که حتی ایشون در وقتی که کان یشربه فی صوم التطوع، حتی موقعی که روزم بوده، روزه تطوع، ایشون چرس رو ترک نمی کرده و یترک استعماله فی صوم الواجب حذرا من کلام العوام، از ترس حرف مردم در روزه فرضی ترک می کرده و الا در اونجا اشکالی نداشته. این از کتاب الانوار النعمانیه که سید نعمت الله جزایری این مطلب رو در اینجا آورده. به همین دلیل من عرض کردم که شاید آقای مجلسی موقعی که این حدیث رو تصحیح می کرده چیزی زده بوده. خلاصه من فکر میکردم این گفتید، من گفتم مجلسی دوم هست، پس این مجلسی اول بوده، تقی که پدر این مجلسی باقر مجلسی هست. خب در مورد روایات تا زمانی که شماره تلفن اعلام بشه و بینندگان عزیز رو انشالله داشته باشیم، در مورد محتویات این باب که از نظر سندی عرض کردم هیچ کدوم از این روایات صحیح نیستند و بهترین سندش را که اولین بود اینو ما خدمت بینندگان عزیز در واقع توضیح دادیم. اما در مورد مطالبی که در این اومده، در این روایت اول اگر اینو نمایش بدن خود این روایات رو و دوستان عزیز هم ببینند این مطالب رو، در روایت اولی که در اینجا هست، روایت اول و روایت پنجم، حدیث اول و حدیث پنجم این کتاب، این باب الاشاره و النص علی ابن حسن، علی حسن ابن علی، در اینجا آورده که در واقع این وصیت رو به حسن کرده، به حضرت حسن رضی الله تعالی عنه وصیت کرده و کتبش رو و صلاحش رو تحویل داده. در اینجا میگه شهدت وصیت امیر المؤمنین، من حاضر بودم که امیر المؤمنین وصیت کرد به فرزندش حسن و به حسن گفت که یا بنی امرنی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان اوصی الیک و ان ادفع الیک کتبی و صلاحی. در اینجا به من وصیت کرد که کتبم را و صلاحم را به تو بدهم، کتبم را و صلاحم را به تو بدهم، کما اوصى الی رسول الله صلی الله علیه وسلم و دفع الی کتبه و صلاحه. میگه رسول الله کتابهایش و صلاحش را به من داده بود و من هم این کتابها و صلاحم را به تو میدم. این روایت اول هست. و در روایت پنجم گرچه این روایت ضعیفی هست، خود آقای مجلسی هم قبول کرده که اینجا ضعیف هست و در اینجا میگه یا بنی امرنی رسول الله ان اوصی الیک و ان ادفع الیک کتبی و صلاحی، به من دستور داده که کتاب و صلاحم را به تو بدم، کما اوصى الی رسول الله و دفع الی کتبه و صلاحم. و اینو تحویل داد، در این روایت اومده تحویل داد به حسن و به حسن هم گفت که بعد از مرگ خودت اینو به حسین تحویل بده. در ادامه میگه و امرنی ان امرک اذا حضرك الموت ان تدفعه الى اخیک الحسین ثم اقبل على ابن الحسین و قال امرك رسول الله ان تدفعه الى ابنك هذا، که به امام زین العابدین میده. به هر صورت در روایت اول و روایت پنجم اومده که آقای سلیم ابن قیس میگه من حاضر بودم، حضرت علی رضی الله عنه وصیت کرد و کتابهایش را و سلاحش را داد به حضرت حسن رضی الله تعالی عنه و بهش سفارش کرد که بعد از خودش اینو بده به سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه. حتی اون موارد یادش رفته بود که کدوم اول میمیره، اون خوف و ترسش در واقع زائل شده. به هر صورت خب این روایت اول و روایت پنجم هست. اما روایت سوم و چهارم همین باب برخلاف این هستند. روایت سومش و روایت چهارم. در روایت سوم اومده که حدثنا شهر بن حوشب ان علیا صار الى الكوفه، حضرت علی رضی الله عنه به کوفه رفتن، استودع، وقتی که علی به کوفه رفتن استودع ام سلمة کتبه و الوصیه، کتابهایش و وصیت رو چیکار کرد؟ نزد ام سلمه در مدینه گذاشت.
کتابهایش را و وصیت را نزد ام سلمه گذاشت. فلما رجع الحسن دفعتها الیه، وقتی که حسن دوباره به مدینه برگشت ام سلمه این کتابها را به ایشون داد. و در روایت بعدی هم هست حین صار الی الکوفه استودع ام سلمه کتبه والوصیه فلما رجع الحسن دفعتها الیه، وقتی که حسن برگشت اینو در واقع داد بهشون. پس بنابراین اینجا دو تا روایت وجود داره. اگر قبول بکنیم هر دو تا حسن باشه، روایت اول و روایت چهارم که بهترین روایات این باب هستند، اما این روایت 1 و 4 با هم دیگر در تضاد هستند به اضافه روایت 5 و روایت 3. در روایت اول و روایت 5 میگه که کتابهایش را خودش داد به سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه، و در روایت 3 و روایت 4 که در این میگوید که این در واقع حسن هست، این گفته حسن هست و این در این روایت اومده که کتابش را به نزد کتابها را نزد ام سلمه به امانت گذاشته بود. من یه مطلبی رو در اینجا ذکر بکنم که این روایت گفته حسن هست، این روایت هم نمیتونه حسن باشه، این روایت هم نمیتونه حسن باشه به روایت چهارم که گفته حسن هست. من چون که وقت ندارم تمام این مدارک رو خدمت بینندگان نمایش بدم، این سیف هست، سیف ابن امیره هست که در سند این روایت اومده. آقای ابن شهر آشوب در کتاب معالم اینو گفته واقفی هست، این واقفی هست، پس بنابراین شیعه اثناعشری نیست و این حدیث نمیتونه حسن باشه، زیرا که روایت حسن اون روایتی هست که شیعه امامی اثناعشری اونو در واقع که ممدوح باشه اون روایت کرده باشه، و آقای سیف ابن عمیره شیعه اثناعشری نیست و شیعه در واقع واقفی هست. و گرچه در این خواستن توجیه بکنن و تعویل بکنن و به این در واقع اینو شیعه اثناعشری جلوه بدن، منتها حداقلش این است که مورد اختلاف هست، حداقلش این است که مورد اختلافه. پس بنابراین این 4 تا روایت با هم دیگر در تضاد و تناقض هستند. غیر از این روایت ششم این باب، روایت ششم که روایت مرسلی هست، این با بسیاری از ابواب همین کتاب اصول کافی در واقع در تضاد هست. در این کتاب اومده که سیدنا علی رضی الله عنه از مرگ خودشون خبر نداشتند، از مرگ خودشون خبر نداشتن و چندین مورد در همین یک حدیث روایت شده. به طور مثال در اینجا در ابتدای این حدیث در سطر 4 میگه که ایها الناس کل امرئ لاق فی فراره ما منه یفر، هر انسانی از اون چیزی که ازش فرار میکنه اونو دچار اون خواهد شد، یعنی از مرگ. والاجل مساق النفس الیه، و این اجل حتما خواهد رسید. والهرب منه موافات، هر چند که فرار بکنه دوباره به اون خواهد رسید و میمیرد. کم اضطررت الایام ابحثها عن مکنون هذا الامر فابى الله عز وجل الا اخفاه، من چقدر دنبال این بودم و این روزها را به تأخیر میاندازم و ابحث و بحث و جستجو میکردم عن مکنون هذا الامر، از این که بدانم مرگم که هست، این علمی که مکنون هست و پوشیده هست اینو من میخواستم پیدا بکنم بدونم که هست. فابى الله عز ذکره الا اخفا، اما الله متعال اینو فقط میخواست که مخفی بکنه، ابا میکرد الله متعال جز این که این مخفی بماند. و در پاراگراف دوم میگوید که انا بالامس صاحبكم و انا اليوم عبرة لكم و غدا مفارقكم ان تثبت الوطأة في هذه المزلة، إن تثبت الوطأة في هذه المزلة فذاك المراد و إن تدحز القدم فإنا كنا في أفیای أغصان. در اینجا این تعبیر میکنه، این پاورقی 3 رو که در اینجا زده و گفته کنایتون از آن السلامه، میگه اگر که من از این سالم بودم، إن تثبت الوطأة في هذه المزلة، اگر از این مهلکه من نجات پیدا کردم، فذلك المراد، مراد من هم این است که نجات پیدا بکنم و نمیرم. و إن تدحز القدم، و اگر قدم پای من سر خورد و از این دنیا رفتم و مردم، ببین اگر زنده ماندم و اگر مردم. و بعدش در ادامه میگه که ان ابقى فانا ولی دمی، فان ابقى انا ولی دمی، اگر من باقی ماندم ولی دم خود من هستم. و ان افنى فالفناء میعادی، و اگر من از دنیا بروم در واقع این فنا میعاد من هست. در همین کتاب اصول کافی چندین باب وجود دارد بر این که ائمه از همه چیز اطلاع دارند و در واقع از مرگ خودشون به صورت کامل اطلاع دارند و بدون از اجازه خودشون به هیچ عنوان اونها نمیمیرند. به طور مثال صفحه 258 چندین باب رو در این زمینه دارد. دوستان این نمایش بدن، صفحه 258 جلد یکم این کتاب هست. چندین باب رو داره. باب ان الائمه علیهم السلام اذا شاء ان يعلموا علموا، وقتی بخواند که بدونند و میدونند.
و در روایت قبلی باب قبلی باب نادر فیه ذکر الغیب، در اینجا هم مواردی رو در اینجا آورده یبسط لنا العلم فنعلم و یقبض عنا فلا نعلم، به ما علم نشون داده میشه، میفهمیم میدونیم و قبض میشه و نمیدونیم. چندین روایت در این وجود داره که من این مورد استدلالم نیست. در این باب میگه، باب بعدی میگه ان الائمه علیهم السلام یعلمون متى یموتون، میدانند که کی میمیرند، و انهم لا یموتون الا باختیار منهم، فقط با اختیار خودشون میمیرند. در اون باب آمده بود من نمیدونم اگر زنده ماندم اگر مردم چنین و چنان بکنید. و در همین باب من یک روایت چهارم را در اینجا آمده قلت للرضا ان امیر المؤمنین علیه السلام قد عرف قاتله واللیله التي یقتل فيها، آی اینها را میدونست و الموضع التي یقتل فيه، و قول لما سمع صياح الاوز في الدار سوائح تتبعها النوائح، و قول ام كلثوم لو صليت الليله داخل الدار وامرت غيرك يصلي بالناس فعبى عليها و كثر دخوله و خروج تلك الليله بلا سلاح. میگه تمام این موارد رو من ذکر کردم که اینها نشانه از این است که علی رضی الله عنه میدانست که در این واقعه و در اون شب کشته می شود. وقد عرف علیه السلام ان ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف، میدونست که ابن ملجم اون با شمشیر خواهد کشت. در اینجا صراحتا اومده که میدانست که کشته می شود، در اون شب ابن ملجم او را میکشد. اما در روایت باب در اونجا صراحتا اومده که من چقدر فرار میکردم از این مرگ و میخواستم که بدونم کی هست، اما الله متعال اینو برای من ظاهر نکرد. در ادامه اون روایت میگه اگر زنده ماندم که این مراد من هست و اگر مردم پس بنابراین زندگی من تمام می شود. و در ادامه میگه که اگر من زنده ماندم من خودم ولی دم خودم هستم، و اگر مردم میگه یک ضربه در مقابل یک ضربه بزنید. تمام اینها در واقع تناقضاتی هست که در این موارد و در این باب وجود داره. و غیر از این هم موارد دیگری و تناقضات دیگری هم در این باب وجود داره که فکر کنم که وقت بینندگان عزیز گرفته شدم. جزاکم الله خیر. ما فرصت کوتاهی داریم برای بینندگان عزیز و گرامی، گرچه مطالب مونده هنوزم در مورد این باب، اما این فرصت رو هم خدمت شما عزیزان میدیم که در مورد موضوعاتی که مطرح شد اظهار نظر بکنید. و سوال ما این است که سبب این تناقضات در کتب شیعه خاصتا در کتاب کلینی چیست و چرا در یک قسمت بابی میزنن 10 حدیث میارن و در قسمت دیگر بابی میزنن و همچنین 10 حدیث میارن که این دو باب همدیگر رو رد میکنه. و این مطلب در صحیح ترین کتاب اینها در کتاب اصول کافی که بعد از قرآن صحیح ترین کتاب ایناست اتفاق میفته. اولین بیننده رو میگیریم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ سلام آقای انصاری، خوب هستید؟ سلامت باشید. سلامت باشید بیننده گرامی. آقای انصاری. بله تماس ایشون قطع شد. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده گرامی لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من عبدالصمد هستم، از ایران تماس میگیرم. آقای عبدالصمد برادر بزرگوار، در مورد تناقضاتی که در روایاتی که ذکر شد وجود داره اگر مطلبی دارید بفرمایید. من خیلی فقط تشکر میکنم که شما فقط از واقعیات استفاده میکنید و به خاطر رسوندن حرف حق از چیزهای استفاده نمیکنید که شاید یک روزی به ضرر خودمون باشه. متاسفانه بعضی از آقای عبدالصمد برادر بزرگوار، این روش ها کهنه شده. شما در مورد این مطلب، در مورد این تناقضاتی که وجود داره اگر خواهش میکنم صحبت بکنید که چرا کلینی هی دروغ میگه. مثلا در یک حدیث یک روایت رو میاره، در حدیث دیگه یک روایت دیگر رو میاره، این هم دیگر رو نقض میکنه. بعد مجلسی میاد یک روایت رو در یک جا تصحیح میکنه، همون روایت رو با همون روایت در جای دیگه میبره تضعیفش میکنه. سبب این تناقضات رو اگر لطف کنید در موردش صحبت بکنید خوشحال میشم. من در مورد شما باید بگم که بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. بله سلام علیکم. الو سلام. سلام جناب انصاری عزیز. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ قربان شما مرسی. من فریبرز هستم، از ایران زنگ میزنم. آقای فریبرز برادر بزرگوار، سبب دروغگویی ها و تناقضات
استوانه های علمی مذهب شیعه اثناعشری مانند کلینی و مجلسی چی است؟ جناب انصاری از با اول تشکر میکنم و استاد دهقان بسیار عالی توضیح میدن. بند توضیحات استاد دهقانی که دیدم یاد حدود 15-20 سال پیش خودم افتادم. بنده که شیعه هستم، خب از حدود 15 سال یا نزدیک 20 سال پیش کتب شیعه رو بنده زیاد مطالعه می‌کردم، چون در کتابخونه پدرم از اینها زیاد بود. خب درست. بعد از مثلا اول از اصول کافی من شروع کرده بودم. سن من اون موقع پایین بود، من دقیقاً متوجه نمی‌شدم تناقضاتش رو و مسائل عجیب و غریبی که هست با عقل و منطق جور در نمیاد، یا با قرآن جور در نمیاد، یا با تاریخ اسلام جور در نمیاد. بعد حتی مثلا طوری میشد میرفتیم مثلا اصول کافی جلد 4 باب دعا، مثلا دعای اون دعاهایی هم که آورده بود اکثرا هم غیر مستنده، حتی اونا رو هم استفاده میکردیم. بعد اینکه سن ما رفت بالا، مطالعه کردیم بیشتر، دیدیم که اینا نه با عقل و منطق جور در میاد، در ضمن مدام اینا در تناقض با هم، همونجوری گفتم با قرآن جور در نمیاد یا با اصول اولیه اسلام. خصوصا چون تاریخ اسلام رو مطالعه می‌کردم، میدم خیلی مطالبی که میارم به تاریخ هم ربط داره و جور در نمیاد و منطقی نیست به شما. بله آقا برادر عزیز گرامی، برادر گرامی آقا فریبرز، شما بعد از این مطالعاتی که در این کتاب ها داشتید سبب این دروغگویی و تناقض رو در چی میدانید؟ کاملا مشخصه. ببینید البته بنده توضیح میدم، بعد یه سوال اصولگان خواهم داشت. ببینید بنده برادر گرامی، ببینید آقا برادر گرامی، چون وقتمون کاملا داره یعنی به پایان میرسه و ما بله شما لطف کنید دقیقاً سبب این دروغگویی و تناقضات رو برای ما بفرمایید، بعد ان شاءالله اگر مطلبی داشتید ما میشنویم. بفرمایید. خب سبب این تناقض و دروغگویی ها به خاطر اینه که اون اصول اولیه اسلام زیر سوال بره. خب یعنی باید این تناقض دروغگویی باشه تا بتونی شما امامت اسمت توش در بیاری. متوجه هستی؟ درست. میتونم منظورم خوب برسونم بهتون؟ متوجه شدم. الان اگر مطلبی دارید سوالی دارید خب بعد این میگم مطالبی که مطالعه کردم فقط یه جای برای من گنگه. میخوام از استاد بپرسم که مثلا ببین ما 3 قطب داریم در اینا، یه قطب در خراسان هستن، یه قطب در قم مثل علی بن ابراهیم و پدرش، یه قطب در کوفه هستن اینا که معمولا حدیث روایت میکردن. خب احادیث جعلی هم دارن. آیا اینها ریشهشون اصولا به مجوس و یهود میرسه و ارتباطات زیادی با مجوس داشتن یا نه فقط صرفا عرب بودن؟ باشه در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما برادر عزیز بزرگوار. الله مطالب ستون کنه. خدا نگهدار. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم پسرم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید و خدمت برادر عزیزم جناب آقای عبدالقدوس سلام عرض میکنم. من میخواستم بگم که ایشون یکی از علمای بزرگ ما هستن و ما استفاده میکنیم از جناب آقای عبدالصمد. آقای عبدالصمد جانم عزیزم، شما لحظاتی پیش تماس گرفته بودید، حرف دیگری مونده بود که دوباره زنگ زدید؟ بله در مورد مدرک شما و جناب آقای انصاری شما عزیزم. آقا عبدالصمد برادر بزرگوار من خیلی متاسفم به این دین و مذهبی که شما خودتون رو میکشید براش، اینقدر به سر و کلتون میزنید. یک لحظه گوش کنید، حرف من رو گوش کنید، بعد ان شاء الله فرصت میدم شما صحبت بکنید. بابا 2 کلمه حرف از کتابای خودتون، دروغگویی، تناقضات، در موردش صحبت بکنید. اگر جوابی دارید بگید بله این حرفی که شما زدید درست نیست. اگر جواب ندارید خودتون اینقدر اذیت نکنید. بابا این دین و مذهبتونه که به خاطرش فردا روز قیامت الله سبحانه و تعالی شما میپرسه. و این چهره عوض نکنید. این صفات زشت منافقین هست که چهره عوض میکنن. همین تماس‌های شما، صداهاتون، همه اینا اینجا ضبط است پیش ما. بفرمایید آقا عبدالصمد. بله عرض میکنم آقای انصاری، من میگم این مدرک چجوری پارتی فروشی میرسه به بله سلام علیکم، من خیلی متاسفم برای شما. بفرمایید بیننده گرامی خودتون رو معرفی کنید. علیکم السلام و رحمت الله. استاد از ایران مزاحم میشم، آقایی که با تصویر صحبت میکنم میخوام بهش صحبت کنم. شما خودتون رو معرفی کنید. از اصفهان زنگ زدم. از اصفهان. بفرمایید بیننده گرامی، خیلی مختصر، وقتمون داره به پایان میرسه. خب همین بله سلام علیکم. بینندگان گرامی لطف کنن صدای تلویزیونشون رو ببندن، شما مستقیما به استودیو وصل میشید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. عبدالواحد هستم. حال شما خوبه؟ آقای عبدالواحد برادر بزرگوار،
ما در باب الاشاره و النص علی حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه مطالبی رو نشون دادیم از کتاب کافی در تصحیح و تضعیف علامه مجلسی در مرات العقول و تناقضات و دروغای واضحی که در این کتاب‌ها وجود داره. به نظر شما سبب این من قبل از هر چیز می‌خواستم از شما تشکر کنم. واقعا شما عمر ثانی، عمر زمان ما هستید و از شما خواهش میکنم یه روزی روزگاری همچون حضرت عمر به ایران حمله کنید، تمام فارسی زبان‌ها رو بکشید، زن‌هاشون رو به اسارت آقای عبدالواحد، من آرزو دارم که یک آخوند مرد بیاد به این تناقض‌گویی ها و دروغگویی ها جواب بده. اگر شما این شهامت و مردانگی رو در خودتون دارید بیاید جواب بدید. ثانیاً ان شاء الله همانطوری که سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ایران رو فتح کرد، همان گونه ما ان شاء الله فتح خواهیم کرد، اما نه به وسیله شمشیر بلکه به وسیله همین شبکه‌ها. زنانشون و دخترانشون به کنیزی خواهید گرفت. برای ما خیلی متاسفم برای شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. بیننده گرامی لطف کنید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من عبدالرحمن هستم. ماشاءالله امروز همه عبدالصمد، عبدالرحمن، عبدالواحد. بفرمایید. من خیلی تشکر می‌خواستم بکنم از شما و آقای عبدالرحمن این دستگاهی رو که جلو دهنتون گرفتید اینو بردارید، با صدای واضح خودتون صحبت بکنید، فکر کنم خیلی بهتر خواهد بود. نه خیر، من الان از انگلیس دارم تماس میگیرم، با اینترنت تماس دارم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید خواهر گرامی، بفرمایید. من با آقای انصاری کار داشتم. صدای شما داره پخش میشه. انصاری هستم، بفرمایید. در رابطه با موضوع برنامه اگر مطلبی دارید بفرمایید. ببخشید یک سوال داشتم. قرآن یاد نداشته باشه بخونی، از روی قرآن خواندن خط ببرین گناه داره؟ متوجه نشدم خواهر گرامی. قرآن یاد نداشته باشه بخونی، بعد از روی تلویزیون قرآن بخونه، قرآن خط ببری گناه داره؟ باشه، در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما. تشکر خواهر گرامی. باشه، ممنون. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم. سلام علیکم. حاج آقا انصاری هستم، بفرمایید. وقت عالی بخیر باشه ان شاء الله. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من علی هستم از شاهرود. آقا علی از شاهرود. آقا علی بزرگوار. ما مطالبی رو از کتاب کافی نشون دادیم و تصحیح و تضعیف مجلسی هم در مورد این روایت ها دیدید. به نظر شما سبب این تناقض‌گویی در این کتاب ها چیه؟ من واقعا عذرخواهی میکنم و باعث شرمندگیه که اینا بدون سند و بدون اینکه دلیلی داشته باشن واقعا میان همچین مطالبی رو یادداشت میکنن که باعث گمراهی عده‌ای در ایران میشه. آقا علی کیا این کارو میکنن؟ والا متاسفانه نسل به نسل یک عده انسان‌هایی که تکیه بر قدرت دارن، آقا علی که میخوان از مردم. تشکر میکنم آقا علی. امروز مثل این که این اسمای مستعار هم زیاد شد. جناب استاد فکر کنم مهمترین مطلب سوال خواهرمون بود که اگر که قرآن رو از تلویزیون بشنون و خط ببرن، بلد نیستن قرآن بخونن. در مورد قرآن کریم هم تلاوت قرآن کریم تعبد هست و یک عبادت محسوب می شود و ثواب خاصی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمودند ان شاء الله به انسان خواهد رسید و هم استماع قرآن تعبد و عبادت هست و بارها اتفاق افتاده که رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از اصحاب خودشون رو میگفتند که شما قرآن بخوانید تا اینکه من گوش بکنم و این هم یک نوع عبادت هست. کسی که قرآن را یاد ندارد و نمیتواند تلاوت بکند، از روی صفحه مانیتور یا تلویزیون یا هر امکانات دیگری که براش میسر هست این صوت قرآن را بشنوند و خط ببرند بر روی قرآن کریم تا اینکه این قرآن رو در واقع یاد بگیرند. چند مرتبه این تکرار بکنند ان شاء الله امیدوار هستیم که ایشان هم بتونند خودشون بدون تکیه دادن بر صوت قاری بتوانند قرآن را تلاوت بفرمایند. جزاکم الله خیر. جناب استاد صحبت‌های بینندگان دیگری که گرفتیم مطالب مهمی نبود غیر از این که خودتون دیدید که سبب این سوالو می‌خوایم از شما بپرسیم. چرا اینا
تناقض‌گویی و دروغگویی در کتاب‌هاشون وجود داره. خیلی مختصر چون 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم. به نظر من اگر یعنی عاقلانه یعنی سبب عاقلانه ای رو بخوایم براشون بیان بکنیم این است که دروغگو حافظه ندارد. خودشون اومدن یک دروغی رو یک فرد دیگری گفته یا خودشون یک دروغی رو در یک مجلسی گفتن برای توجیه کردن دروغ قبلیشون یا برای یک گروه دیگری که در مجلس دیگر هستن دروغ دیگری رو میگویند که دروغ قبلیشون در واقع فراموش کردند. اما متاسفانه اینقدر اینها یعنی توجه نداشتند به کلامشون که در یک باب روایت اول یک چیز رو میگه، روایت دوم یک چیز دیگری رو میگه. حتی خود همین روایات رو آقای کلینی که در ظرف 20 سال جمع آوری کرده فکر نمی کنم یک سری فرصت داشته باشه که دوباره مرور کرده باشه تا اینکه این تناقضات رو در واقع بتواند یاد بگیرد و بفهمد و به این تناقضات برسد و خود این تناقضات دلیل جعلی بودن تمامی این موارد هست و یک دین را، اعتقاد را، ایمان را، امامت را بر هیچ معیاری و به هیچ عنوانی نمیتونه بر چنین مبنایی و بر چنین تناقضاتی استوار بکنه. جزاکم الله خیر. من تشکر میکنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان استاد محترم علوم اسلامی که واقعا چهره واقعی اسطوانه های دینی مذهب شیعه اثناعشری رو نشون دادن که حتی عاجز بودن که یعنی پاسخی در این مورد بدن تا اظهار نظر بکنن. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه با برنامه حجت بی حجت از شبکه جهانی وصال حق همراه بودید. الله یار و نگهدارتان باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.